السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز گرامی، به کانال یوتیوبی پیمان لایف خوش آمدید. با شما هستم شوکتی محمد که در خدمت شما طور این چند مدت تا 2 ساعت خواهم بود. تماشاگران گرامی، امیدوارم همگی خوب و صحت و سلامت بردم به قوت هستید.
انشالله که در عرفه آمد عید ماه شریف رمضان هستیم و این ماه هم به این سادگی و این زودی ما را پدرود میگوید و ما هم با الوداع گفتن ماه شریف رمضان این ماه را فردا است که سپری میکنیم و همین است که عید ماه شریف رمضان در ما را میکوبد. از این فرصت استفاده برده یکایک شما را به عید ماه شریف رمضان تبریک میکنم. پیش از آن که برنامه را آغاز کنیم از درگاه خداوند کریم منان طلب میکنم که این عید شما پر از خرسندی، پر از نشاط باشد و از خداوند میخواهم سال دیگر در این شب روز با هم باشیم و در سر یک دسترخوان با اهل دیار خویش و تبار با هم ماه شریف رمضان را عیدش را جشن بگیریم. تماشابینان عزیز، حالا این برنامه ما برنامه نو است و این برنامه نیت داریم هر هفته یک مرتبه شاید در همین روز دوشنبه گذرد و ما نبض هفته را بسنجیم و برنامه هم گذاشتیم نبض هفته. شاید در آینده در برنامه های بعدی یگان پیشنهاد خوب شود و نام برنامه را عوض کنیم. حالا باشد نبض هفته است و در این برنامه نبض هفته ما درباره هفته‌ای که سپری شد چه رخدادهای به میان آمد، چه حادثه های شد، آنها را به تحلیل میکشیم و مهمان دعوت میکنیم تا اینکه از مهمان ما نظرهایش را شما تماشابینان گرامی بشنوید. حالا امروز ما چی خواهیم گفت؟ چند سوال های به میان آمدگی هستند که امروز خواهیم پرسید درباره نظام روادید جاری کردن کشور ترکیه به تاجیکستان، درباره واکنش وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به گفته‌های وزیر امنیت روسیه که گفت در تاجیکستان تروریست ها با راهنمایی سفارت اوکراین در تاجیکستان آمادگی دیدند. و این سوال ها انشالله جواب خواهیم گفت و چند سوال های دیگری کلیدی هستند که برایتان سورپرایز خواهد بود و جوابش هم همین طور. حالا به این سوال ها که جواب میگه؟ به این سوال ها مهمان عزیز ما در برنامه امروزه استاد گرامی رهبر پیمان ملی تاجیکستان استاد محیدین کبیری جواب خواهند گفت. استاد به برنامه خوش آمدید. سلامت باشید برادر شوکت جان. حالا پیش از آن که من شما را سوال باران کنم میخوام از شما چیزی گفتنی باشید، بگویید که پس فرصت نخواهید یا پس تنها به سوال های ما جواب خواهید گفت. اگر برادر شوکت جان چون ما در عرفه عید سعید فطر قرار داریم و شما هم در صحبت مقدماتی گفتید، من چند دقیقه در آغاز این برنامه هموطنان عزیز را تبریک میگم، بعد شروع کنیم با سوالهای شما. باشد بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدواران عزیز، اینک ما در عرفه عید سعید فطر قرار داریم و با استفاده از این فرصت یکایک شما را به فرارسی این عید تبریک میگم و از خداوند منان دعا میکنم که عبادت های شما را به درگاهش قبول کرده باشد و این همه عذاب و مشقتی که ملتی اذیت کشیده تاجیک در این ماه شریف رمضان کشید و با وجود این همه دشواری ها باز هم در پای عبادت، در پای ریاضت و دعا بود، این همه را به درگاهش قبول کرده باشد و بعد از رمضان برای یکایک ما و شما، بخصوص برای وطن عزیزمان، برای مهاجرین ما، برای زندانی ها و برای همه مریضان و
نیازمندان ما آن چیزی را عطا کند که آنها در این ماه شریف رمضان از پروردگارشان خواسته بودند. واقعا ما این ماه را وقتی که آغاز کردیم از مشکلات برق شروع شد، بعداً این مشکلات تبدیل شد به مشکلات های دیگری اقتصادی، نرخ و نوا، و در میانه های ماه شریف رمضان یک بار این حادثه مدهش مسکو رخ داد که گویا در آن چندی از تاجیکان شرکت داشتند که هنوز هم تحقیقات ادامه دارد و هنوز هم مشخص نیست که آیا واقعا تاجیکان، شهروندان تاجیکستان شرکت داشتند یا نه. ولی به هر صورت این حادثه یک موج بسیار هم شدید امنیتی را بالای مردم تاجیک، چی در روسیه چی در کشورهای دیگر، حتی در اروپا هم و در داخل کشور هم وارد کرد. و امروز ملت تاجیک علاوه به این همه مشکلاتی که از کمبود برق، کمبود معاش، قیمتی، نرخ و نوا، مهاجرت، زندانی شدن خیلی از فرزندان این ملت و داشتن یک حکومت دیکتاتوری که این خودش هم باز یک مصیبت هست، علاوه به این باز یک مصیبت دیگر بالای ملت آمد. و طبیعی است که ملت تاجیک اگر خیلی هم قوی هست، خیلی هم با اراده و با صبر هست، کم میتوان در مقابل چنین حجم فشارها این را تحمل کرد. اما باز هم این ملت اذیت کشیده، ملت با صبر دارد در چون یک شرایط عبادت خود را، روزه داشتن خود را ادامه میدهد که واقعا هم جای ستایش، قدردانی و جای فخر است با داشتن چنین ملت. و از همه آخر در این شب و روزها باز خبر پنج شد که اون عید سنتی که برای طفلان بود، عید گردک، بخصوص در بعضی از مناطق مرکزی و جنوبی و شرقی تاجیکستان، که حکومت با یک قرار غیر منطقی و ضد ملی خود باز این عید، این شادی، این فرح و این روز را از طفلکان و از کودکان گرفت. و من فکر میکنم که این باز علاوه به این همه ضربه های اقتصادی، سیاسی، حقوقی که حکومت جمهوری تاجیکستان بالای ملت بار کرد، این ضربه ها را زده است، باز یک ضربه روانی دیگر بالای فرزندان، بالای طفلهای تاجیک وارد شد که اینها عادت کرده بودند در دو عید، عید رمضان و عید قربان که این واقعا روز عید طفلکان حساب می شود، عادت کرده بودند که به عیادت همسایگان خویش و تبار بروند، از اونها شیرینی بگیرند و که در اصل این هیچ ربطه به اون فکر و اندیشه‌ای که حکومتداران دارند، گویا که با این راه پیش راهی طلبندگی ملت تاجیک را میگیرند، پیش راهی افراطگرایی را میگیرند. ملت تاجیک هنوز قبل از اسلام هم نژاد آریایی که امروز هم در تمام عالمی که به نژاد آریایی ربط دارد، این فرهنگ با شکل‌های گوناگون حضور دارد و هیچ ربطی نه به دین مسیحیت دارد، نه به دین اسلام دارد، نه به زرتشتیت دارد، بلکه یک عنعنه بود که برابری از زمستان رها شدن مردم جشن می‌گرفتند. طفلکان با بردن یک دانه گل، گل اولین، گل بایچچک، گل سیاه‌گوش، در هر جایی که یک گل می‌ریاد این را به همسایگان، همدیهگان، یار و دوستان هدیه می‌کردند، در عوضش یک شیرینی می‌گرفتند. در اروپا این عنعنه به یک شکل دیگر ربط دارد که اون رو یک کمی آموزش دادن به عنعنه‌های دینی مسیحی. در روسیه هم این وجود دارد و در منطقه‌های ما در آسیای مرکزی این را از عید بهار برگرداندن، آمیخته کردن به دو عید اسلامی ما که هیچ تناقض نه به اسلام دارد نه به عنعنه‌های ملی ما. و ملت تاجیک با همین عنعنه‌ها، با همین عادت‌های بیش از چندین هزار سال آمد، زندگی کرد، فرهنگ آفرید، کشور آفرید، دولت ساخت، ملت ساخت و هیچ تروریست از اون وجود نآمد، از این فرهنگ. اما امروز حکومتداران به جای آنکه این پدیده های منفی را نتیجه محصول سیاست های خود و کارهای خود بدانند، اینها را هم را بر دوش دین، بر دوش رسم و آیین مردم، بر دوش خود ملت بار میکنند و گویا دین ملت، فرهنگ ملت، عادت های ملت باعث این همه
مشکلاتی ما گشته باشد که من شخصا کاملا این را رد میکنم و این را یک عمل 100% ضد ملی میدونم و امیدوارم که ملت یک صدا بخصوص برای آنهایی که این جشنها این عنعنها برایشان ارزش دارد در مقابل این خودسری‌های حکومت خواهند ایستاد و اجازه ندهند که حکومتداران امروزه از ملت فرهنگساز، از ملت فرهنگ محور تاجیک یک ملت جدید منقورت، یک ملت بدون ریشه، بدون تاریخ، بدون فرهنگ بسازند و امیدوارم که این پیام من، این صدای من به گوش هموطنان خواهد رسید، البته بدون کدام خشونت بلکه با راه مقاومت فرهنگی، فکری و با شکل‌های گوناگون این اعتراض خود را ملت باید به حکومتداران برسد که هیچ کس حق ندارد دست بالای حریم فرهنگی ملت بگذارد و این ملت را با خاص خودش، با جهانبینی خودش یک ملت جدید، یک ملتی ساخته و صنعی بگرداند. خب دوستان گرامی، من در اینجا تبریکات خود را به آخر میرسانم و بار دیگر از پروردگار برای شما تن صحتی، آبادی دنیا و قبولی عبادت ها را تمنا دارم. سلامت باشید دوستان گرامی. من هم از این فرصت مناسب استفاده برده از نام تماشابینان و از نام خودم، از نام تماشابینان شبکه یوتیوبی پیمان لایف شما را به عید ماه شریف رمضان و اهل خانوادهتان را تبریک میگویم. سلامت باشید. این همیشه کامیاب و موفق باشید و خدا کند که با رهبری شما با سر بلند به کشور برگردیم. سلامت باشید. مهم که به کشور با سر بلند برگردیم، با رهبری من است یا من زیر رهبری کدام از شما، این دیگر مهم نیست. بله انشالله. حالا استاد، سوال ها باز هم مثل هفته گذشته خیلی زیاد هستند و من نیت داشتم که بعضی از سوال هایی که در هفته گذشته مانده بود به این هفته کوچونم و در این هفته به شما بدهم، لیکن اهمیت اون سوال های پیشتره همین هفته طرز سپری شد که این هفته سپری شده اهمیت اون سوال های پیشتره باقی مانده رو گفتم ممکن خیلی از بین برد و برای همین باز من میخوام از سوال های نو آغاز کنم، چون وقت موند اگر به سوال های کنم میپردازم. در این هفته استاد خیلی از حادثه ها به میان آمدند و شما همین اول هفته گذشته درباره با کانال داشت درباره صحبت کرده بودید که سفارت اوکراین را روسیه گناهکار کرد با اینکه با راهنمایی سفارت اوکراین در تاجیکستان یعنی هم تندروها آمادگی دیدند، مبلغ گذاری شدند، یعنی مخصوصی شدند و شما گفتید که این خیلی اتهامی سخت است به تاجیکستان و باید جانب تاجیکستان واکنش کند و اگر واکنش هم نکرد این خیلی اتهامی سخت است. در اونجا به این شما اشاره کرده بودید، لیکن چند روز گذشت سفارت وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، حتی حکومت در عموم حکومت تاجیکستان به این یکون خیلی واکنش نکردند. من هم جستجو کردم استاد همین چرا، یعنی سایت سفارت تاجیکستان، وزارت کارهای خارجی تاجیکستان رو جستجو کردم، یگان اظهارات از همون مثال بگم سنه دوم اپریل تا به امروز یگان اظهارات وجود ندارد و در آخر در رسانه ها نشر شد که وزارت کارهای خارجی تاجیکستان همون گفته وزیر امنیت روسیه را رد میکند و میگوید که این هیچ اساس ندارد، اما در خود سایت وزارت کارهای خارجی تاجیکستان این خیلی گپ وجود ندارد. این رو تنها
شاهین صمدی، یعنی مسئول دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، به رسانه تاس یعنی نظر داده است، تنها به سوال آنها جواب داده است و خلاص. اما در خودی وزارت کارهای خارجه در سایتش باشد یگان چیز در این باره گفته نشده است و دیگر رسانه ها هم من دیدم، دیگر رسانه ها هم از همین یعنی جواب گرفته همین رسانه تاس آنها گفتآورد کردن، یعنی گفتآورد از رسانه تاس. پس به اندیشه شما استاد اینجا چرا در واکنش جنوب تاجیکستان دیر کرد و اون واکنش هم باشد در سطح سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به یک رسانه روسی؟ ببینید شوکت جان، حکومت جمهوری تاجیکستان در چنین حالتها همیشه واکنش یا نمیکند یا اگر واکنش کرد خیلی دیر. و چرا خیلی دیر واکنش میکند؟ اونا منتظر میشن که آیا از طرف جامعه یگان طلب درخواست میشود، آیا واکنش های دیگر هست یا نیست. معمولا اگر ببینند که نه هیچ کس در این باره صحبت نمیکند، آنها گوش خود را به کری میزنند گویا که با آنها هیچ ربط ندارد. و معمولا این گونه واکنش های دیر هنگام حکومت از زبان کدام یک مسئول درجه دوم، سفارت، سخنگو میشود، نه از زبان مقامات اول یا دوم کشور که وظیفه دارند در چنین حالتها واکنش نشان بدهند. من بله در صحبت با تلویزیون داشت هم اونجا گفتم که این اتهام آن که در تاجیکستان سفارت اوکراین به صف داعش پیکارجو یا که اعضا جلب میکند برای استفاده ضد روسیه، یک اتهام بسیار سنگین علیه اوکراین یعنی علیه تاجیکستان است. چون این جنایت که واقعا اگر چنین کار انجام شود جنایت است، در تریتوری تاجیکستان می شود و گویا مقامات قدرتی تاجیکستان تا این حد ضعیف هستند یا همکار هستند که اجازت میدن که شهروندان آنها به صف داعش جذب کرده شوند و همچون زرخری در جای دیگر استفاده شوند. و من در همونجا گفتم که به این اتهام باید حکومت جمهوری تاجیکستان جواب بگوید که باور ندارم جواب بگوید، چون این جرأت و جسارت رو ندارد. و امروز ما شاهد این واکنش بسیار هم ضعیف، خیلی درهنگام و اون هم در سطح خیلی پایان شده. این بیانگر آن است که حکومت تاجیکستان خیلی فکر کرد که آیا واکنش کند نکند. اگر واکنش کند یعنی اون حالت که گویا بر علیه روسیه موقع گیری کرده است. تمام ورسیای امروزه حکومت روسیه را که در این کار اوکراین دست دارد و با دستور یا سپارش یا زکز اوکراین این ترک انجام شد، این به نال برابر خواهد شد. اگر واکنش نکند در زیر ملامت جامعه از آن جمله اپوزیسیون میموند. شاید که ما بار دیگر این موضوع را در یک شکل دیگر در جای دیگر میبرداشتیم و باید هم برداریم. چرا؟ برای آنکه یک حکومت مسئول است، وظیفه دار است که از آبرو و حیثیت ملت و کشور حمایت کند، وگرنه حکومت فقط برای ترساندن و برای جزا دادن ملت خودش و برای دزدی و فسادکاری نیست. و در مجموع این عامل ها سبب شد که این بیانیه یا واکنش معذرت میخوام واکنش درهنگام صدا بدهد و خیلی آنها تحلیل کردن که کدام به نفعشان است. به این نتیجه رسیدن که به نفعشان است که در یک سطح پایانتر، خیلی هم ضعیف، دیرتر واکنش نشان بدهند. هم گویا به طلب و درخواست اپوزیسیا جواب گفتن، اون را رد کردن که گویا نه، ما اون جسارت را داریم که از ملت دفاع کنیم، از آبروی کشور دفاع کنیم، بر ضد روسیه هم صحبت کنیم. و همزمان روسیه را میخوان متقاعد کنن که ببینید ما مجبور بودیم واکنش کنیم، اما دیدید که نه در سطح پرزیدنت، نه در سطح وزیر، بلکه در سطح یک سخنگوی وزارت. حالا ببینید همینجا خاموشی امام علی رحمان را به خردمندیش ربط میدهند. یعنی او بسیار صابر است و دور اندیش است و از دور را اندیشه میکند و عاقبت کار را اندیشه میکند و برای همین بیشتر خاموشی را پیشه میکند.
ببینید برای بعضی افراد در بعضی حالتها خاموشی واقعا خردمندی است. وقتی که حرف برای گفتن نداری یا که منطقت ضعیف است، دلیل نداری و یا حرف رو میگویی که بعد دردی سرت میشد، خاموشی اولاتر است. اما نه برای حکومتدار، نه برای منصبداری درجه اول که او وظیفه دار است. و ما متاسفانه این خاموشی از ترس، از نداشتن دلیل و منطق را بسیاری ها تلاش میکنن که همچون نشانه خردمندی نشان بدهند. خردمندی در وقت میشود که شما خیلی قوی هستید اما به خاطر حالا اهمیت ندادن به یک کاری ناچیز، ضعیف، خاموشی و صبر پیشه میکنید. این خردمندی است. اما حکومت تاجیکستان که در مقابل روسیه طرف قوی تر نیست، بلکه اینجا اتهام مستقیم به جمهوری تاجیکستان است. همه گونه خاموشی در چنین حالت ها بخصوص از طرف یک نهاد دولتی که مسئول واکنش کردن است، اینجا یا سببش ترس است یا ناتوانی است یا نداشتن دلیل و منطق است. دیگر چیز این هیچ ربطی به خردمندی ندارد. بله، اما اینجا تاجیکستان واکنش کرد نکرد و واکنشش هم این بود که هیچ یگان مثلا سفارت اوکراین در تاجیکستان به این کارها دست نزده است و همه زیر ذره‌بینی مقامات انتظامی تاجیکستان است. اما به هر حال جانب روسیه به این مثلا گریم بسیار استادگری میکند و جانب اوکراین را گناهکار میکند، حالا که یگان مثلا گریم در این جا یگان شهروندی اوکراین وجود نداشت یا مثلا یگان دلیل های که تصدیق کننده این کار باشد وجود ندارد. اما جانب روسیه کوشش میکند که همین یعنی انگشت اشاره به سوی اوکراین کند. حالا ببینیم این چی نوبتیه که نشر شد در اینجا باز هر طوری که یک کلونه میگویند که یعنی В новых опубликованных ФСБ фрагментах допросов все четверо террористов называют имя координатора – Сайфулло. Это он обозначил место атаки – Крокус-Сити-Холл, снабдил оружием и дал маршрут отхода. Сайфулло нам сообщили, что мы ехали на Украину, Киев, и там то 1 миллион рублей. Поехал в Киев. Где-то должен был ждать деньги по 1 миллион рублей. За обещанным гонораром по 1 миллион рублей на каждого террористы сразу после атаки отправились по трассе М3 Москва-Киев. Неслись со скоростью под 170 км в час. Наши силовики перехватили машину вот в этой точке, вблизи поселка Коммуна. До российско-украинской границы оставался 141 километр. Смартфоны, хоть и в поврежденном виде, попали в руки следствия. Полученная из них информация свидетельствует, что беглецы до последнего получали указания от куратора Сайфулло. Сайфулло сказал что там вас будет ждать граница Украины, ребят, которые помогут нам перейти границу, и доехал в Киев. На той стороне для террористов, как выяснилось, готовили сразу 2 коридора. Наши спецслужбы зафиксировали активность ВСУ по разминированию вблизи приграничных поселков Чуйковка и Сопыч Сумской области. Места эти глухие, густой лес. От ближайших населенных пунктов в России до границы не больше 4 километров. Здесь террористы должны были сжечь автомобили и идти пешком по командам все того же Сайфулло. Он нам сказал, уезжайте в сторону Киев, и когда доберетесь до границы, недалеко от границы, бросайте свою машину и наберите меня. Я вам дальше помогу. Сайфулло говорит, звони, потом я буду говорить чудо. Потом не случилось. Террористы задержаны и сотрудничают со следствием, которое сейчас устанавливает как личность куратора Сайфулло, так и заказчика в широком смысле. Вместе с тем, озвученных следователями фактов достаточно, чтобы говорить о непосредственном участии украинской стороны в подготовке кровавой бойни в Крокусе. Во-первых, установлено, что наемники незадолго до расправы получили деньги с Украины. Во-вторых, попытка бегства в Киев, где, как говорят сами наемные убийцы, их ждал основной гонорар. И, наконец, организованная украинскими
спецслужбами встреча террористов на границе. Такое невозможно без приказа сверху. Яркий штрих в этой картине – снимки из телефонов задержанных, оставшиеся после переписки с этим Сайфулло. Символика националистов, желто-синий прапор – это скорее фотонабор украинского боевика, а не радикального исламиста. بله میدونید شوکت جان این همون لطیفه درباره کیک رو با یاد آدم میارد که نوابسته از اون که سوال در امتحان چی هست او میبرد موضوع رو به اون سمتی کیک و حالا چون مادامی که رهبریت رده اول روسیه گفت در روز اول بدون تحقیقات پیشکی که این کاری دستی اوکراین و کیف است دیگر تمام بدنه قدرت در روسیه تلاش میکند که دیگر اون حرف رهبری اول دو نشود و باید که حتما در اینجا ایزی پای اوکراین رو پیدا کنند. این ما رو به یاد حادثه دیگری تروریستی در تاجیکستان میبرد چند سال پیش وقتی که ولسپدیستای غربی رو ترور کردند و بلافاصله حکومت جمهوری تاجیکستان نهضت رو گناهکار دانست. حتی بعد از آن که داعش بیانیه داد نوار پخش کرد به عهده گرفت باز هم حکومت جمهوری تاجیکستان باز هم همون حرفای خود را ادامه میداد میگه که نه این اصرار میکرد که پای نهضت است دستی نهضت است و حتی میگفتن که اگر داعش هم کرده باشد با سپارش یا خواهش نهضت کرده است. دقیقاً همون منطق رو امروز ما میبینیم که میگن که حتی اگر داعش هم کرده باشد با سپارش اوکراین کرده است. ببینید حتی در همین نواری که ما و شما الان دیدیم چقدر تناقض‌ها وجود دارد. بله که واقعا به حد خنده‌دار است. من نمیدونم چگونه اینها وقتی که این نوارها رو آماده میکنن نوارهای از پیش آماده کرده خود رو نمیبینن یا یک گروه دیگر تیار میکند از کار گروه دیگر خبر ندارد. در اون صحبت اولی که همین 4 تاجیک گفته بودن گپ درباره کدام عبدالله میرفت. بله عبدالله تبدیل به سیفالله شد و امروز 500,000 روبل روسی میرفت حالا گپ درباره 1 میلیون روبل روسی می رود و اصلا عقل انسان نمیگیرد که اگر گریون می بود اگر دلار می بود یورو می بود من میفهمیدم حداقل پول زلاتیخی پالیاکی می بود من درک میکردم. 1 میلیون روبل روسی رو این تاجیک بیچاره بدبخت در اوکراین چیکار میکند که در اوکراین اصلا روبل امکان ندارد که شما خرید و فروش کنید یعنی کاغذ بیهوده است و این اصلا امکان ندارد. بنابر همین در اینجا بعد اینا رو ببینید در اونجا با زبان تاجیکی گپ میزدن حتی 2 جمله رو پیوست کردن نمیتونستن مترجم وجود داشت در نوارهای اول. حالا اینها تکرارا مثل توتیوار همون یک متن رو با زبان روسی شکسته همشون تکرار میکنن و اینها رو شاید چند روز چند ساعت احتمال میراد که آماده کرده باشند که همین جمله ها همین رقم همین نام ها را اذیت کنند. اینا همش بیانگر آن است که این بیانات ها همه زیر شکنجه گرفته شدند و حکومت جمهوری تاجیکستان باید به این واکنش نشان بدهد و این وظیفش است که بالاخره اینا شهروندند بله بگذار گمانبر باشند بگذار اشتراکچیان احتمالی باشند ولی اینا شهروند هستند نباید به این شکل از یک شهروند تاجیکستان بیانات گرفته شود و ما حالا نمیدونم مثل اون پیشینه باز تکرار میکنم که این جرأت و جسارت رو دارد که از شهروند خودش حمایت کند یا نه اما چون استیل کار و اسلوب کار بین مقامات تاجیکستان و روسیه یک است و دقیقاً با همین روش مقامات تاجیکستان از گمانبران در تاجیکستان بیانات میگیرند و این برایشان یک روش بسیار آشنا و نزدیک است. وقتی که همین کار نسبت شهروندان تاجیکستان از طرف کشورهای دیگر غیر قانونی اجرا می شود برای اینها یک کار طبیعی است عادی هست و اینها هیچ واکنش هم نشان نمیدن برای اینکه همین کار خودشون در داخل وطن هم کرده ایستادن. حالا پیمان ملی تاجیکستان یک اظهارات پخش کرد که از جانب حکومت تاجیکستان در اون اظهارات طلب کرده شد که یک نماینده بفرستد اگر خطا نکنم بر روسیه و همچنین وکیلان دفاع حقوق تشکیل کنند تا از حقوق آنها دفاع کنند و همچنین عموما برای حقوق آنها
جانب تاجیکستان مسئول است. یعنی مضمون عمومی اگر خطا نکنم اظهارات پیمان ملی تاجیکستان همین بود. اما آنها به تروریسم متهم میشوند. چگونه میشود از مثال متهمان به تروریسم دفاع کرد؟ خودشان اینجا شوکت جان اینجا مسئله دفاع از تروریست‌ها نیست. کسی مسئله را چنین میبردارد، چنین میفهمد، اشتباه میکند. مسئله دفاع از شهروند هست و دفاع تنها از این 4 نفر نیست. وقتی که ما گفتیم که یک کمیسیون فرستاده شود به فدراسیون روسیه، اینجا هزارها تاجیکستانی دیگر در مشکلات گرفتار است و کسی باید از اونها حمایت کند، با آنها مشورت حقوقی دهد، برای آنها راه حل پیدا کند. و این روز شهروندان تاجیکستان در فرودگاه‌ها، در بازداشتگاه‌ها، در پدول‌ها در یک حالت دشوار هستند. مسئله تنها این 4 نفر نیست. حتی همین 4 نفر هم تا آن روزی که دادگاه عادلانه برگزار نمی شود و گناه آنها اثبات نمی شود، اینها حق دارند برای حمایت حقوقی، هم از طرف وکیل دفاع، هم از طرف جامعه و پیش از هم از طرف اون حکومتی که این 4 نفر شهروند اون کشور می باشند. تشکر زیاد. اما ببینید استاد، همین نفران تا 100 از روی گفته همینا تا 141 کیلومتری نزد مرز اوکراین رفتند و همینجا روسیه میگوید که اونها میخواستند به اوکراین، یعنی مرز روسیه و اوکراین رو عبور کنند. با همین سوال من این موضوع رو دیگر میکنم. ببینید شوکت جان، همینجا موضوع در همینجا یک جمله دیگر بگم بیستیم. اینها بله به همون طرف حرکت کردن، در اونجا بازداشت شدن، اما احتمال زیاد میرود که اینها به بلاروس میخواستن بگذارن، نه به اوکراین. چون خودی پرزیدنت بلاروس لوکاشنکو هم به این اشاره کرد در صحبتش و جایی که آنها بازداشت شدند به مرز بلاروس نزدیکتر است و شما میدونید که بین روسیه و بلاروس مرز وجود ندارد، ماشین میتواند راحت بگذرد، در صورتی که بین روسیه و اوکراین هم جنگ است، هم مرز میناکاری شدگی است و اصلا از دو طرف خیلی سخت پاسبانی. من همین سوال رو دادم، میخواستم که استاد شما نگاه کنید. همین دعوای روسیه خودش که اینها میخواستند مرز بین روسیه و اوکراین رو عبور کنند، همین دعوایش یعنی به ضعف سرحدش اشاره نمیکنه؟ هم به ضعف سرحدش اشاره میکند، هم منطق این مسئله ضعیف است. چگونه در یک مرزی که در اونجا جنگ است و پر از سرباز و در هر دو طرف پر از سرباز و مینه و سلاح هست، تانک هست، این 4 نفر با یک ماشین میتوانند مرز رو عبور کنند؟ خب اگر بالفرض حالا فرضیه روسیه رو هم بگیریم که طرف اوکراین میتوانست کریدور باز کند، طرف روسیه چی؟ مگر طرف روسیه هم کریدور باز میکرد؟ مگر اون میناکاری که الان چند روبش، چند خط اشلون طرف روسیه مستحکم کرده است، سدسازی کرده است، بریر مانده است، اینا چه میگذاشتن؟ یعنی کاملا این منطق گفتن که جنوب اوکراین مخصوص همون میناکاری شده رو یعنی خونسا کرد، یعنی از بین برد. درست است که خیر بگذار مینه رو از بین برد، لیکن این سرحدبان ها چی؟ سرحدبان های روس کجا میشدن در این حالت؟ مثلا اوکراین طرف روسیه را مینا رو تازه کرد، پاکسازی یعنی کرد طرف همین که گفتن که مخصوص اوکراین برای اونها، برای همین راه شدن همون جای رو میناکاری شده رو خونسا کرده است. یعنی و ببینید من باید جمله این موضوع را خلاصه کنم. اگر اینها رو در مرز ولادیواستوک و ژاپن هم بازداشت میکردن یا در مرز قزاقستان هم، باز حکومت روسیه امروز تلاش میکرد که ایزی اوکراین رو جستجو کند. مسئله مشخص است. بله درست است. سوال دیگر، کشور ترکیه استاد به تاجیکستان ویزا جاری کرد، یعنی نظام روادید جاری کرد غیر چشم داشت با طور یک جانبه. حتی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به بعضی از رسانه‌ها گفت اظهار بیخبری کرد، حتی که از این خبر ندارند. بعد از اون شهر داده شد که
ترکیه این یعنی نظام روادید را موقتی اعلام کرد و گفته شد که از 20 حالا جاری نشده است، از 20 اپریل سال 2024 یعنی تقریبا بعد از 12 روز این جاری می شود. یعنی بعد از 12 روز جاری شد، هرچند موقتی گفته شده است وقتش معلوم نیست، به یک وقت نامعین یعنی نظام روادید جاری شد. با اندیشه شما برای چی ترکیه این خیل کرد؟ خب این سوال رو باید از ترکا کرد که چرا اینها دست به این کار زدن. من فکر میکنم وقتی که شماره حادثه های تروریستی در ترکیه که در آن شهروندان تاجیکستان شرکت داشتن زیاد شد، طبیعی است که هر یک دولت حکومت یک تصمیم میگیرد. من تعجب نمیکنم اگر فردا حکومت روسیه هم چون یک تصمیم بگیرد، اگرچه بعید است، احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد، چون این تاثیر هم به اقتصادیات هم به زندگی و رفت و آمد میلیون ها نفر تاثیر میرساند. اما حکومت ترکیه که رفت و آمدش با تاجیکستان چندان زیاد نیست، تجارت زیاد کلان هم ندارد، این رو همچون یک اقدام پیشگیری از حادثه‌های آینده کرد و از طرف دیگر ترکیه با این کارش نشان داد که رابطه هایش با تاجیکستان برایش هیچ اهمیت ندارد. مثلا رابطه با تاجیکستان برای روسیه اهمیت دارد، برای همین این کار را نمیکند یا شاید در آینده نزدیک نکند. اما برای ترکیه تاجیکستان یکی از کشورهای آسیای مرکزی است که اونم باز کشوری فارس زبان و چندان ارتباط و تجارت زیاد ندارند در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی. بنابر همین لازم دانست که این اقدام را بگیرد. هم حکومت ترکیه با این کارش نشان میدهد به مردم خودش که بیکار ننشسته است و برای پیشگیری از تروریسم یا اون کارهای کرده ایستاده است. ولی برای من تعجب آور این بود که مقامات تاجیکستان اظهار بیخبری کردن از این کار. بله، من هم به این تاکید کردنی هستم. بله، مثل همیشه، یعنی در دنیا چی میگذرد، با تاجیک چی میشود، اینا خبر ندارن، اینا خود را به کری و گونگی میزنن، در صورتی از همه چی خبر دارن. وقتی یک حکومت حتی تا کارتاشکا و پیاز درون کاسه مردم خبر دارد که چند کارتاشکا در طبقش انداخته است، تا معذرت میخوام درون جاگه مردم رو خبر دارد که کی به چی کار مشغول است، چگونه خبر ندارد که یک کشور نسبت شهروندانش ویزا جاری کرده است؟ این هم خنده آور است، هم گریه آور است، تراژیکمدیا هست از طرف یک حکومت. ولی چیکار کنیم که متاسفانه واقعیت ما همین است. من در مجموع ببینید شوکت جان، تمام اون چیزی که الان با ملت تاجیک میگذرد، با کشوری عزیز ما تاجیکستان میگذرد، از وضعیت تاجیکان در روسیه، از وضعیت تاجیکان در اوکراین، در جهان، حتی در همین اروپا هم دیگر تاجیکان روز ندارن. یعنی نسبت به تاجیکان با یک شک و گمان مناسبت میشه. شاید شما خودتان در زندگی همه روزتون این رو احساس کرده باشید. این همه نتیجه سیاست‌های حداقل 20 سال آخری امام علی رحمان و حکومتش است. یعنی در مجموع این عامل‌ها، این سبب‌ها باعث شد که ما به این نتیجه رسیدیم. دیر یا زود باید این رخ میداد، دیر یا زود باید میکفید این ورم. ملت تاجیک در دولتداری تاجیکان در یک حالت التهابی، یک ورمی رو میماند که کافی است که شما یک سوزن بزنید تمام اون مشکلاتش بیرون بریزد. و امروز دیگر فرا رسید و برای همین تمام دنیا این سوال را گذاشته ایستاده است: برای چی تاجیک؟ برای چی تاجیکستان؟ و در داخل تاجیکستان هم این سوال الکی پیدا شده است: برای چی نام ما تاجیکان بددار شد؟ کی گناهگار است؟ انا اکنون از این به بعد، از همین حادثه اخیر به بعد، به این سوال هر کس موافق منفیتاش جواب میگیرد. ما مثلا خواه ما را متهم به قضاوت با منصفانه میکنن یا نمیکنن، ما تمام این سرچشمه‌های این مشکلات رو در حکومت جمهوری تاجیکستان میبینیم. طرفی حکومت، چاپلوسان، لگنبرداران حکومت تلاش میکنن که مشکلات رو در دیگر جا جستجو کنن، یا در نهضت، یا در اپوزیسیا، یا در اسلام، یا در مسجد، یا در مدرسه، یا در خواجگان خارجی، امریکا، روسیه، ترکیه، ایران، هر کسی دیگر. اینا تلاش میکنن که
بگویند که تمام دنیا گناهگار است بغیر از امام علی رحمان، بغیر از ما. ولی در صورتی که مشخص است که گناهگار اساسی امام علی رحمان است. ببینید اگر اسلام گناهگار می بود، اگر مسجد گناهگار می بود، در تمام جهان اسلام ده ها هزارها مسجد عمل کرده است. در هر یک کوچه و پس کوچه مسجد است. مردم با حجاب، با ریش، با سله گشته ایستادند. چرا در اون کشورها تروریسم با وجود نآمد؟ چرا در مالزیا، در اندونزیا، آزادی‌های سخنی که در اینجا هست و در مسجدها، در منبرهای مسجد گفته می شود، صدقش در تاجیکستان گفته نمی شود؟ یعنی من ببینید اگر ما بیایم حالا تحلیل کنیم که تمام این دلیل‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و لگنبردارانش رو اگر تحلیل کنیم، جواب بگیم، تمام اینها رو می شود به خاک یکسان کرد. اما وقت کافی نیست و بعضا ضرورت هم نیست. من فکر میکنم که وقتی آن رسیده است که دیگر ملت خیلی جدی این مسئله رو بالایش بیستد، فکر کند و به این سوال جواب بگیرد که کی گناهگار است، چرا ما تاجیکان به این روز آمدیم. هنوز هم در همین شرایط هم باز من میبینم که بعضی از، حالا نمیدونم اینها را نه احمق گفته میشود نه ابله، ولی اینا یک آدمانی یک کمی خوانده هستند، باسواد هستند، اما مشکلی رو نشناختند. اینها به گمراهی رفتن. اینا فکر نمیکنن که همین افراطگرایی، همین تروریسمی که ما امروز داریم، این نتیجه همون سیاست‌هایی است که 20 سال حکومت جمهوری تاجیکستان پیش گرفته است. باز اینها طلب میکنن که همین سیاست نه تنها ادامه یابد، بلکه باز بیشتر کرده شود. باز میگن مسجد رو کمتر کنید، مسجدها رو بندید، حجاب رو ممنوع کنید، ریش رو تراشید. یعنی سیاست خردمندانه، یعنی همه چیز رو باز در دین، در اسلام میبینن، در صورتی که حکومت جمهوری تاجیکستان با همین فهمیش غلطش، با همین سیاست غلطش کار رو به این درجه رساند و این نتیجه انا همون مبارزه علیه دین و اسلام بود. باز این گمراهان باز طلب میکنن، درخواست میکنن که بیشتر کرده شود. شما اگر یک استاد ببینید، تخصص شما دیپلماتی است. حالا فرض کردیم ترکیه همین تصمیم رو گرفت، نظام روادید جاری کرد، جنوبی تاجیکستان واقعا بیخبر است. این چی مضمون رو میدهد؟ یعنی شما هم باور دارید که جنوبی تاجیکستان بیخبر است یا همین طور فرض کردیم بیخبر است؟ مثلا چه خیلی که دعوا دارد همین خیلی بیخبر است. مگر به فکر من این فکر دارم که اگر جنوبی ترکیه همین تصمیم رو گرفت، جنوبی تاجیکستان رو با خبر نکرد، یک جانبه همین تصمیم رو گرفت، این مضمونی یعنی یک برکندنی رابطه رو نشون میدهد به نظر من، اگر همچنین شده باشد. ببینید اصلا جنوبی تاجیکستان با زبان خودش همین گپ رو گفته ایستاده است. یعنی این همون ادامه همون سلسله احمقی‌های حکومت جمهوری تاجیکستان است که میگه که من خبر ندارم. وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان ترکیه در سایت پرزیدنتش، در سایت وزارت خارجیش، در رسانه‌های این کشور این خبر نشر شد، ما که در اروپا هستیم، نه دیپلماتیم نه سفارت هستیم، از این آگاه شدیم. چگونه سفارت جمهوری تاجیکستان در انقره از این آگاه نمی شود، خبر نمی شود؟ اولین کسی که خبر می شود و باید خبر شود سفارت تاجیکستان در انقره است و تا جای می دانم خود سفیر هم عضو خانواده است، یا داماد هست یا کسی هست. پس یا با کانال دیپلماتی یا با کانال خانوادگی باید این رو رسانده باشد. اگر نرسانده باشد پس جنایت است یک روز دیگر در سفارت کار کردن این آدم. این خیانت است، این جنایت است و امام علی رحمان باید این رو از همون گریبانش بگیرد، از در سفارت بیرون کند. اما اگر این سفیر مسئولیت خود را انجام داده باشد، با حکومت جمهوری تاجیکستان گفته است، حکومت جمهوری تاجیکستان بی‌عملی نشان داد و بی‌خبری نشان می‌دهد، باید حکومت جمهوری تاجیکستان را از گریبانش گرفت و از در کشور بیرون راند. در هر دو صورت اینجا من یک تلاش برای احمق سازی ملت تاجیک را می‌بینم، ادامه همون سیاست‌ها، ولی باید بدونن که دیگر ملت تاجیک با اون حد احمق نیست. ملت تاجیک به حد کافی ترسو هست. من این را متاسفانه میگم. ملت تاجیک به حد کافی خود را به نادانی میزند که حتی همین احمق سازی حکومت را هم هضم میکند، قبول میکند، نادیده میگیرد، صبر میکند، اما به اون درجه احمق نیست که نفهمد که
حکومت تاجیکستان دروغ گفته ایستاده است. اما چیکار کنیم که ملت هم عادت کرده است که دروغ گفتن، فریب کردن، خود را به نادانی زدن یک سیاستی خیلی هم دراز مدت و در ناخنک خیرتمندانه حکومت جمهوری تاجیکستان است که دیگر همه با آن عادت کردند. حالا ببینید، شما بیشتر به آن اشاره میکنید و انگشت اتهامتان به سوی حکومت امامعلی رحمان دایم روان است و میگوید که همین تعداد تندگراها زیاد شدن و در روی جهان تاجیکان به تندگرایی مشهور شدنشان، این همه سیاست پیش گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان است و نتیجه سیاست‌های 20 ساله یا 30 ساله اینها است. اما رستم عزیزی، یکی از کارشناسان مسائل دینی در تاجیکستان، گفت که در یک مصاحبه‌اش با رادیو آزادی گفت که اینها میگویند که اگر ما در تاجیکستان وقتی در تاجیکستان بودیم تعداد تندگراها کم بود و با توفیل ما این مسئله ها پیشگیری میشد، اما بعد از اون که فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بستن این دوچند شد. این دعوای یعنی فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نادرست است و زمانی که آنها همینجا در تاجیکستان بودن تعداد نفرانی که به داعش رفته پیوسته بود 2000 نفر رسیده بود. و این چی میگید؟ من پیشتر هم گفتم که حالا یک گونه تلاش شده ایستاده است در داخل تاجیکستان و خصوص از طرف کسانی که در رسیدن وضع ملت به این حد گناهگار هستند. اینا از تلاش کرده ایستادن که خود را یا از بدنه حکومت جدا کنن یا جامعه را اثبات متقاعد کنن که ما در این گناهگار نیستیم و همه مسئولیت رو باز پرتن به دوش همون نهضت و مسجد و مدرسه و اسلام اینها. ببینید دوستان، شما یک بار برگردید، خود شما هم که روزنامه‌نگار هستید یک بار تحقیقات کنید. به نظرم سال 2013 بود وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده در یک نشست مطبوعاتیش با فخر گفت که به یک سوال جواب داد که تاجیکستان در بین گروه‌های رادیکالی در خارج کشور در مقایسه با همه کشورهای آسیای مرکزی از همه کمتر نفر دارد. نه بیشتر از 300 نفر شهروند تاجیکستان در اون وقت القاعده، طالبان، داعش در اینها شرکت میکنند و وزیر کارهای داخلی این را با فخر میگفت و این را نتیجه زحمت و تلاش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان میدانست. و سال 2013 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور بود و ما میگفتیم و کارشناسان میگفتند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با فعالیت خودش یک کانال، یک راهی قانونی برای فعالان ارزش محور، دین محور تاجیکستان باز کرده است. از سال 2012-13 وقتی که فشار بالای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بیشتر شد، زیاد شد، دفترهای ما را بستند، مالکیت را مصادره کردند، نفران ما را حبس کردند و نه تنها حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بالای دین، بالای مسجد، بالای حجاب، بالای دیندارها و اون نوارهایی که نوارهای متهم کننده و بدنامسازی علیه ملاها و مسجد و اینها در شبکه‌های تلویزیون تاجیکستان بیشتر شد. یک بار سال 2014 15 16 موج پیوستن شهروندان تاجیکستان به داعش و دیگر گروه‌ها بیشتر شد، بالا رفت رقم ها و تا سال 1216 وقتی که حزب نهضت را رسما بستند آخر 2015 و 2016 دیگر واقعا شماره تاجیکانی که در داعش بودند شاید به 1000 نفر و بیشتر میرسید. اما سوال این است که چرا تا سال 2013 تاجیکستان از همه کمتر نفر در گروه‌های رادیکالی داشت؟ همه میدونن که ملت تاجیک در مقایسه با قرقیز و قزاق و با دیگر همسایگان آسیای مرکزی خیلی گرایش دینیش بیشتر است، به دین ربطی بیشتر دارد. چرا با وجود این ما شماره افراطگراها و رادیکال‌ها را کمتر داشتیم؟ برای آنکه در تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عمل میکرد، مسجدها دعوت میکردن، شخصیت‌های قوی روحانی مثل ایشون نورالدین جان و حاجی میرزا و مولا عبدالرحیم و دیگرها، مولا عبدالرحیم
اون قزاقانی نه ملا عبدالرحیم کریموف اینها عمل میکردن که پیش روی افراطگرایی گرفته شود. بعد از آن که جوانان تاجیک ناامید شدن از سیاست‌های دینی حکومت جمهوری تاجیکستان، ناامید شدن از آن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حتی خودش را دفاع کرده نمیتواند، ناامید شدن از آن که دیگر حاجی میرزا و ایشان نوردین جان از خودش دفاع کرده نمیتواند، اینها را از منبر و میدان راندن. اینها یگانه الگو نمونه و پیشوایشان شد امام علی رحمان از لحاظ سیاسی و از لحاظ ایدئولوژی داعش و سرکردگان داعش، و اینها رفتن با اون سمت. چرا کارشناسان محترم ما این نکته ها رو به نظر نمیگیرن و هنوز هم عادت کردن که خودشون رو سفید کنن، حکومت رو سفید کنن؟ چون اگر اعتراف کنن که بله ریشه افراطگرایی در اشتباهات و سیاست‌های حکومت جمهوری تاجیکستان هست، با پای خودشون هم میچسبند. چون خودشون همین گروه‌ها یکی از افراد بودن که از لحاظ فکری، رسانه‌ای و ایدئولوژی زمینه افراطگرا شدن ملت تاجیک را آماده می‌ساختند. اینها زمینه سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت تاجیکستان را آماده می‌ساختند، مهیا می‌ساختند، حکومت را تشویق می‌کردند، یا اینکه سیاست‌های الکی قبول شده حکومت تاجیکستان را از لحاظ فلسفی، جامعه شناسی، سیاست شناسی، دین شناسی اینها تکمیل می‌کردند، دلیل می‌تراشیدند. و امروز وقتی که کار به این حد رسید، باز هم تلاش میکنن که حکومت جمهوری تاجیکستان را سفید کنن. اگر بینن که زورشون نمیرسد، قوتشون نمیرسد، تا اون حد اشتباه ها و جنایت های حکومت تا اون حد زیاد است که دیگر اون رو به هیچ صابون شسته نمیشه، تلاش میکنن که حداقل خود را سفید کنن، خود را مبرا کنن، بگن که نه ما با این هیچ ربطی نداشتیم. خب چون سخندان هستن، گبدان هستن، از منطق یک کمی آگاه هستن، باز با این کلمه بازی و کلمه سازی طرز راه را پیدا میکنن که خودشون باز در کنار میمونن و یا حکومت جمهوری تاجیکستان گناهکار میشود یا دین و مسجد و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. تشکر. حالا همین گروه‌دارها رو اگر نظر کنیم، از این سو در ترکیه خودتون اشاره کردید، یعنی حادثه تروریستی به تاجیک و دست تاجیک شد، در اروپا شد، در ایران شد، مثلا در روسیه شد و در چند جای دیگر. و امروز خود تاجیکستان مثلا این ویزا جاری کردن اینها، خود تاجیکستان در یک حالت ناگوار افتاده است. گفته خود امام علی رحمان در یک حالت، حکومت جمهوری تاجیکستان در یک حالت رو افتادگی قرار دارد و شاید از من شما بیشتر و زیادتر این مسئله رو درک کرده ایستاده است که چون مثلا این چی پیامدها داشته شاید داشته باشد. این یکی از سوال دهندگان ما میگوید که مگر این جنگ سرد نیست بر ضد تاجیکستان؟ بعد انجام جنگ اوکراین روسیه ورودی جنگجویانش را به تاجیکستان سفربر مگر نمیکند؟ این همین تهدید وجود ندارد مگر؟ یا بالای تاجیکستان ابرقدرت ها یگان نقشه دیگری یا عموما در آسیا میانه ندارند؟ ببینید اصلا همین بسیار از حد خودمون رو کلان نبینیم. متاسفانه یک عادت ما تاجیکستانیان شده است وقتهای اخیر، ما تاجیکان بیشتر، اینکه خودمون رو از حد کلان میبینیم و تصور میکنیم جایگاه ما رو یا که ابرقدرت ها در واشنگتن و در مسکو و در بروسل و در تهران و انقره هیچ کار ندارن، شدن فقط علیه تاجیکستان نقشه میکشن. باور کنید بعضی از همین نام تاجیکستان رو بار اول میشنوند، بعد همین حادثه ها شنیده ایستادن. و من این را خودم شاهدم، به وقتی با سیاستمداران حتی صحبت میکنید نه نام امام رحمان را میدونن و نام تاجیکستان را هم درست تلفظ کردن نمیتونن. شاید که قسم زیادی از هموطنان ما که به خارج سفر میکنن خودشان هم شاهد همین گونه حادثه ها شده باشن. ولی ما در داخل بعد فکر میکنیم که گویا کسی ما را هدف قرار داده است. اگر ضد ملت تاجیک، ضد دولت تاجیک یگان جنگ هست، جنگ سر، مطمئن باشید این جنگ حکومت حاضره جمهوری تاجیکستان با رهبری امام علی رحمان علیه ملت است. من دیگر یگان جنگ را، یگان طرفی را نمیبینم که علیه ملت جنگ اعلان کرده باشد.
حکومت با خودش با ملت جنگ کرده است، ملت رو تروریست تراشیده ایستاده است، ملت رو تروریست کرد الکی. خب من در یک صحبت هم چند روز پیش هم گفتم شاید تکرار می شود، همین ملت تاجیک چگونه تروریست نشود؟ برق نیست، آب صاف نیست، جای کار نیست، در مکتب، در مدرسه، در بالنیسه، در میلیسیا باید پاره داده شود، با پول همه کار رو حل میکنیم و از همه قشق‌ترین کشور در منطقه آسیای مرکزی و در سابق شوروی و یکی از قشق‌ترین ها در جهان، در روی خط آزادی ها در جای از همه آخر، در سرعت اینترنت، در نبودن اینترنت از همه جای آخر، در کروپسیا جای آخر. بعد چگونه از این ملت که خودش الکی به غضب آمده است، اون تیار است تروریست شود، رادیکال شود، جنایتکار شود، ولی زندگی خودشو، زن و بچهش رو تأمین کند، یک زندگی بهتر داشته باشد. امام علی رحمان ملت رو به همین حد رساند. بعد ما هنوز هم میگیم که کدام یک ابرقدرت در مسکو، در واشنگتن، در تهران، در انقره شش دست علیه ملت تاجیک نقشه میکشد. من فکر میکنم این وقتی اون رسیده است یک کمتر درست‌تر تحلیل کنیم. ببینید همین جوانهایی که امروز افراطگرا میشن چند ساله هستند؟ از 18 تا 30-35 ساله. امام علی رحمان چند سال است در قدرت است؟ 32-33 سال شد. همین جوانی که امروز تروریست شده است یا میگن تروریست شده است و همین جوانی که با گفت لگندبرداران حکومت اینا افراطگرا شدن یا در نتیجه مسجد زیاد بودن و مدرسه و ملا و اینها، یک بار فکر نمیکنید که همین جوان تولد شد در زمان امام علی رحمان، با باغچه بچگان امام علی رحمان رفت که امام علی رحمان اون رو مدیریت میکند، حکومت امروزه مدیریت میکند. به مکتب رفت، در مکتب خواند که تمام نظام معارف با معلمان، همه معلمان عضو حزب خلق دموکراتی هستند، یگان نفر آنها عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یگان گروه اپوزیسیونی نیست. اینها به مسجد میروند، نماز میخوانند که امام خطیبش مؤذن است، مؤذنش پالشوی همون مسجد از طرف امام علی رحمان و حکومت یتیموف تعیین شدند. اینها به رستوران میروند، به چایخانه میروند، در نمیدونم کینوتئاتر و تئاتر و به پارک و به هر کجایی که میروند در اونجا امام علی رحمان وجود دارد، یا فیزیکی شخصا یا که پورتریت امام علی رحمان هست. اینها به خارج میروند، در میگراسیا میروند، در اختیار دیاسپوراهای میغلطند که در اونجا رئیس دیاسپورا امام علی رحمان یا یتیموف تعیین میکنند. پس اگر در چنین وضعیتی ما دوستان گرامی، چه مخالف چه طرفدار رحمان هستید، یک بار با عقل و با فراست با منطق فکر کنید. در این حالتی که همه چیز در اختیار امام علی رحمان و کماندش است، در اختیار شما هست محترم تحلیلگران حکومتی، همش در اختیار شما بود هست. خب پس چگونه شما زبانتان میگردد؟ انصاف دارید؟ شما چگونه وجدان دارید که باز گناهگار را در جای دیگر جستجو میکنید؟ یا در خارجی ها، دولت های خارج، یا در دین، یا در مسجد، یا در نهضت، در صورتی که همه چیز در اختیار شما هست. اگر این کاری من باشد، این کاری اوکراین باشد، کاری امریکا باشد، کاری کدام ملا و دین دیگر باشد، شما چی نامعقولی میکنید؟ شما چی کار کردید؟ شما این همه قدرت و بودجه و امکانات و مسجد و مدرسه و مکتب و اکادمیا و رسانه ها و تلویزیون در اختیار شما، منی که هیچ چیز ندارم یا یک ملایی که هیچ چیز ندارد مردم را، جوانان را افراطی کرده باشد، شما چی نامعقولی کردید؟ شما به درد چی میخورید؟ در صورتی که خودتان هم میدانید که در اینجا غیر از شما، غیر از حکومتی که شما طرفدارش هستید، هیچ کسی دیگر گناهگار نیست. خب اگر میخواهید که همین سفسطه خود را ادامه بدهید، خود را بیشتر از این شرمنده کنید، مرحمت ادامه دادن بگیرید. اما ملت دیگر به شما باور نخواهد کرد، چون ملت دیده ایستاده است. خب 1 سال باور میکند، 2 سال باور میکند، 1 مرتبه باور میکند. خب پس دیده ایستاده است که نتیجه کار به کجا رسید. من فکر میکنم که وقتی آن رسیده است که دیگر همون لگندبرداران و تحلیلگران و چاپلوسان و فعالان فیسبوکی طرفدار حکومت هم یک بار فکر کنن که نه تنها ملت رو بی‌آبرو کرده ایستادن، الکی به مرحله بی‌آبروگی خودشون رسیده ایستاده است. اگر یک ذره مونده باشد اونم از دست میرود. ببینید
واقعا مثلا همین حکومت بود که به تمام دنیا روی خطی 38 رو گسیل کرد. مثلا خودی روسیه نشر کردگیش علاقه 8000 است، زیاده از 8000 است. نه این 8000 شوکت جان فقط در روسیه هست. او بله، در روی خطی که در روسیه نزدیک 8000 هست و در روی خط‌ها زیاده از 8000 گسیل کرد و کوشش کرد که همه این نفرانی که روی خط رو گسیل کرده است وقتی پیدا میشن به تاجیکستان برگردونن، یا عموما نام 8000 نفر یا که 10000 12000 نفر رو به تمام دنیا داد، کشورهای دنیا که اینها گناهکاران من هستن، اینها تروریست هستن، اکثریتشون مثلا جرمشون تروریستی است، اکستریمیستی است، مثلا تندرویی است. و یعنی همین خودش نشون میدهد که خود تاجیکستان در بدنام کردن ملت دست دارد. اما به اندیشه شما یک حکومت مثلا با یک مقصد، با یک مرام، با یک استراتژی یک کار رو میکند، مثلا به نظر شما در همین چی استراتژی وجود دارد در بدنام کردن ملت؟ یعنی ملت بدنام شد و متقاعد شدن تمام دنیا که به تمام دنیا خودش دست داد. یعنی حکومت تاجیکستان با دو دست ادبش یعنی شانس داد که حتی بگناه باشد هم مثلا فرض کردیم از تاجیک مثلا مخشویی کنند، تاجیک رو اکتیوری مثلا حادثه های تروریستی سازند اگر بگناه باشند. شما گفتید در یک مصاحبهتون که تاجیک ها اگرچه اشتراک میکنند اونها ارگانیزاتور نیستند، یعنی تشکیل کننده این کار نیستند. تشکیل کننده این کار نباشند یعنی اکتیوری همین بازی هایی مثال گرفت کسایی که تشکیل کننده این کار هستند و خودی حکومت تاجیکستان این چیز رو تشکیل کرده است. پس مقصدی اساسیش از همین بدنام کردن ملت که بدنام کردن خودش هم هست، یعنی توف کند برای خودش برمیگردد، چی است؟ یعنی چی میخواهد؟ ببینید حکومت جمهوری تاجیکستان میخواهد جهان را متقاعد کند، اروپا، روسیه، ترکیه، ایران، خیتای، تمام دنیا را که ملت تاجیک یک ملتی هست که طبیعتاً از روی فطرت، از روی فرهنگ، از روی دین، از روی تربیتش، جهانبینیش تمایل به افراطگرایی و به تروریسم دارد. به این ملت آزادی دادن در کار نیست، به این ملت نانی سیر دادن در کار نیست، به این ملت روزی خوب و برق و مکتب و دانشگاه دادن در کار نیست. این ملت رو فقط یا در زندان یا در هجرت یا در داخل کشور در حالت ترس و هراس و بی‌برقی و کمبغلی و بی‌ضاعتی نگه داشت و همیشه زیر پنجه آهنین. و همین کاری که من کرده ایستادم، این کاری من درست است. دموکراسی و آزادی و مسجد و مدرسه و حقوق بشر برای ملت‌های دیگر میزیبد، ولی برای تاجیک نه. برای تاجیک یگانه راه حل فقط همین زور، زندان و امام علی رحمان به درد میخورد. و خب میخواد این رو اثبات کند به جهان. چگونه اثبات میکند؟ روی خط ترتیب میدهد، روی خط طولانی که این همه تروریست‌های ملت تاجیک هستند. مرحمت شما این روی خطا رو بگیرید، بالای اینها کار برید، اینا اگر پیدا شدن حبس کنید، زندانی کنید، با ما بفرستید. بعد در روی خط کیا رو وارد میکند؟ تمام قشر ملت رو، از ملا و سیاستمدار و ادوکات و بلاگر و روزنامه‌نگار تا کودکان. وقتی که حکومت ترکیه روی خط میگیرد که در داخلش هست کسانی که هنوز به سن 18 نرسیدن، برای مثال از خانواده من، از خویش و تبار من چند نفر که یک قسمشون تو در ترکیه تحصیل کرده بودن هنوز به سن 18 نرسیدن، 15 16 ساله میخواهد که ویزای ترکیه را بگیرد برود، کنسولگری ترکیه میگوید که شما در روی خط سیاه هستید و این 18 ساله هنوز نیست، کودک است، چقدر تروریست شده لکه، هنوز از مدرسه نبر. میگوید خب حکومت جمهوری تاجیکستان این روی خط رو به ما روان کرده است. وقتی یک سیاستمدار ترکیه، اردوغان یا وزیر خارجه یا همون وزیر داخلش میبیند یک روی خط طولانی چند هزار نفره از ملت تاجیک، در صورتی که از ازبکستان که 30 میلیون اهالی دارد همگی 200 300 نفر، از ترکمنستان 50 نفر، از قرقیزستان ممکن 15 20 نفر، از خیتای 1.5 میلیارد ممکن 10 15 نفر، اما از تاجیکستانی 10 میلیونه که من باور ندارم حالا ما 10 میلیون مونده باشیم، نصفش البته در خارج است. از همین یک روی خط چند هزاره و در داخلش زنم هست، کودکم هست، همه کسب و کار هست،
یک سیاستمدار ترک یا اروپایی یا ایرانی یا هر کس میگه این ملت دیگر ملت سالم نبوده است، این حکومتش گفته ایستاده است که این ملت تروریست است، این ملت ملت درست نیست، پس چرا ویزا جاری نکند؟ میگه دور باشد بگذار، در کار نیست. ما در همون 20 هزار توریستی که هر سال از تاجیکستان میاد ولی نصفش با گفتی خودی حکومتش تروریست است، با من چی لازم؟ و این رو ملت تاجیک رو وارد میکند توسط همین رویخطهای حکومت جمهوری تاجیکستان در گروهی ملت‌های ناسالم، ملت‌هایی که باید در رو برای اون بست. و این باور میکند اردوغان هم و پوتین هم و بایدن و تمام دنیا هم که بله این ملت چندان سالم نبوده است، بهترش همون رحمان باشد و همون درهای بسته و در درون خودشون چیکار میکنن کردن گیرن. وظیفه ما، مسئولیت ما و شما چی است که بجای حکومت جمهوری تاجیکستان، حکومت هر چقدر تلاش میکند چهره ملت رو سیاه کند، ما و شما باید تلاش کنیم که چهره این ملت رو سفید کنیم، ما این عیب و تهمت رو از بالای ملت دور کنیم. برای همین باید بیشتر صحبت کرد، نه تنها در رسانه‌های داخلی تاجیکی، در رسانه‌های خارجی. همین روز من شاید بفرستم به شما هم که خوب است که رسانه‌های فرانسه، امریکایی، آلمانی، امروز رسانه پلیکی یک مصاحبه مرا چاپ نشر کرد و در شبکه‌ها و رسانه‌های گوناگون ما باید صحبت کنیم تا اینکه جهان رو متقاعد کنیم که نه ملت تاجیک نه اون ملتی هست که امام رحمان معرفی میکند. اینترپول و شنغهای و کشورهای آدکبیر را پر از نام تاجیکان کرد، بلکه یک ملتی بسیار متمدن با فرهنگ، صلحجو، معتدل هست که بعضی نفرهایش افراطی شدند و اون هم نتیجه سیاست‌های اشتباهی و جنایتکارانه امام رحمان. شما استاد قریب گفته شدید که حکومت تاجیکستان حتی در همین کار و بار تروریستانی آخر که در چند کشورها دست به عملیات تروریستی زدن، حکومت تاجیکستان همین نگفته شدید حکومت تاجیکستان دست دارد خلاص دیگر همه گپ رو گفته شدید. نه، چرا من نگفته ایستادم و اشاره کرده ایستادم؟ من مستقیما میگم که آنی که امروز تاجیکان در تمام دنیا دست به این عملها میزنند، حکومت جمهوری تاجیکستان مسئول است، گناهگار است. اما اینکه آیا حکومت جمهوری تاجیکستان واقعا خودش همین کارها را تشکیل میکند، من برای این دلیل مستقیم ندارم. دلیل قریب گفتید شد حاضر گفتید که مثلا گریم بر همین بدنام شدنی ملت تاجیکستان یعنی هوسمند است، هوسمند همین کار است، یعنی زاینترس آن است. ببین من میگم عزیز یاد بگید شوکت جان، من دلیل ندارم، اما احتمال میتیم از صحبت با کارشناسان اروپایی، غربی و حتی منطقه‌های خودمون هم که اونها این کارشناسان حتما با خدمات مخصوص کشورهای خود در رابطه هستند برای آنکه باید که این ریشه تروریسم رو پیدا کنن. اینها این کارشناسان و روزنامه‌نگاران میگن که بعضی از نمایندگان مقامات کشورهای منطقه و جهان بر این گمان هستند که حکومت جمهوری تاجیکستان این روند افراطی سازی جوانان تاجیک و دست به عملهای افراطی و جنایتکارانه زدن در کشورهای خارج را مدیریت میکند. در بین این گروه ها آدم دارن، افراد خودشان را دارن و آنها را شکل مدیریت میکنن که در وقت لازم در جای لازم دست به این جنایت ها بزنن تا اینکه همون دعواهای حکومت امام رحمان اثبات شود که این ملت واقعا تروریست است. اما گاه این بازی ها از کنترل بیرون می شود. همین حادثه در مسکو شده اگر هم زیر نظارت و زیر هدایت مقامات تاجیکستان صورت گرفته باشد، من احتمالش را میدهم، بعید نمیدونم، اما در یک مرحله میتواند از کنترل خارج شود و ضربه برمیگردد به خود حکومت. حالا ضربه از همه اساسی را ملت تاجیک خورد و حکومت امام رحمان. من این را احساس میکنم که همین کار آخر در مسکو شدگی به طبع دل امام رحمان نبود و خیلی هم سر و کلابه خود را از دست داده است. همون سخنی که در جشن نوروزی مردم را دعوت کرد که رو افتاده نباشد، این معنی را دارد که خودش رو افتاده است، خودش سر و کلابهش رو گم کرده است، خودش
نمیاد نزد ملت صحبت کند. پوتین صحبت کرد، زلنسکی صحبت میکند، اردوغان صحبت کرد در همین موضوع، تمامی کشورهایی که ربط داشتن لوکاشنکو صحبت کرد، اما امام رحمان صحبت نمیکند. چرا؟ این خردمندی نیست، این نداشتن حرف برای گفتن است، این نبودن منطق است، این ترس از ملت است که ملت دیگر باور نمیکند و فهمید که کار از کجا سرچشمه میگیرد. بنابر همین من به هیچ وجه بدون دلیل نمیتونم مستقیم بگم که همین کار رو حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل کرد. نه، من میگم حکومت تاجیکستان مسئولی رساندن کار تا این حد هست. یک نفر از توسط چت یوتیوب سوال داده گفته است که اگر حکومت روسیه بالای ملت تاجیک بدبینی را ادامه دهد، آیا در اوکراین بتالیون تاجیکی مقابل روسیه پیدا شدنش وجود دارد یا نه؟ احتمالش من پیدا شدن کدام یک بتالیون یا نهاد نظامی را از تاجیکان در اوکراین به این حادثه ربط نمیدیم، چون که اگر پیدا میشد تو امروز پیدا میشد. مادامی که پیدا نشد یا تاجیکان در اونجا به این حد نبودند و نیستند که این بتالیون را تشکیل کنند، یا حکومت اوکراین این را نمیخواست و نمیخواهد. و این حادثه به این چیز تاثیر نخواهد داشت، اما این حادثه تاثیر به دیگر چیز میرساند، تاثیر به آن که ملت تاجیک به این نتیجه میرسد که اگر خودش تصمیم را، تشبث را به دست نگیرد، پیش راه این روند را نگیرد و حکومت امروزه را از قدرت دور نکند، حالا فرق ندارد با راه میتینگ، با راه اعتراض ها یا با راه دیگر، این وضعیت ملت تاجیک در داخل و خارج ادامه خواهد داشت و دیر می شود. اگر 1 سال 2 سال بعد دست به این کار شود ملت، دیر می شود. بنابر همین من فکر میکنم که دیگر برای نخبگان سیاسی، بخصوص برای نیروهای اپوزیسیون، وقتی آن رسیده است که تمام مسائل دیگر را کنار بگذارند. بله، در بین اختلاف ها هست، در بین بعض نافهمی ها هست، بعض مسائل های میده چیده هست، اینا را کنار بگذارند و سر یک مسئله باید با نخبگان داخلی ملت سر توافق برسند، با اینکه با این ملت آینده ملت چی باید کرد. و زیرا ما به یک همون لب جر آمدیم، در یک لب ورطه ایستادیم. یک قدم دیگر ملت تاجیک رو به ورطه میبرد که دیگر بعد جمع کردن این، اصلاح کردن این خیلی خیلی دشوار خواهد بود. اگر ما به این باور باشیم که حکومت جمهوری تاجیکستان خودش سر عقل می آید، مسئله رو، این خطرناک بودن ادامه این سیاست رو درک میکنه، این یک انتظاری بیهوده است. چرا؟ برای اینکه اگر حکومت این رو درک میکرد و میفهمید، الکی تا این لحظه درک میکرد. حکومت جمهوری تاجیکستان یا نمیفهمد یا درک نمیکند. اگر بالفرض درک هم کرده باشد، بفهمند، دیگر قدرت و جسارت و توانی تغییر مسیر را ندارد. یعنی کشورهای افطریتری، دیکتاتورها، حتی اگر اشتباه خود را هم درک کنند، بفهمند، دیگر از این راه انتخاب کرده اشتباهی بر نمیگردند، زیرا این را نقطه ضعف میدونند. یک دیکتاتور یعنی راه نیست، نقطه ضعفشون نباشد هم به نظر من استاد اونها به عاقب راه ندارند، چون جرم‌های صادر کردن، جنایت‌های صادر کردن که مثل ابرهای آسمان آفتاب را پناه میکنند. جرم‌هایشان مثلا با این جرم چه خیلی عاقب نشینی میکنن و چنان به همین حالت اومده رسیدگی هستن که با عاقب راه نیست. ببینید، یک دیکتاتور وقتی که اون برای همون دیکتاتور است که او فکر میکند که نقطه ضعف ندارد، او یک انسان قوی است، همیشه با پیش هست، همیشه کارهایش درست هست. وقتی که اگر درک کند که اشتباه کرده است و باید عقب نشینی کند، سیاستش رو تغییر بدهد، فکر میکند که مردم، ملت این رو نقطه ضعف حساب میکنن، پس میگن که تو اشتباه کرده بودی، خطا کرده بودی، الکی نقطه ضعف خود رو فهمیدی و این رو برای خود مرگاور میدونن. اما به خبر از اینکه یک سیاستمدار، حتی یک دیکتاتور هم انسان است، میتواند اشتباه کند. اگر اشتباهش رو درک کرد و عقب نشینی کرد،
این نقطه ضعف نیست، این نقطه عقلانیت انسان است، نقطه قوت است که تو ضعف خود رو، اشتباه خود رو درک کردی، خود رو اصلاح میکنی و ملت شاید درک کند و همراهی هم کند. اما بدبختی این دیکتاتورها در همین است که حتی اشتباهشون رو هم درک کنن عقب نشینی نمیکنن، چون میترسن که اگر به ملت کمتر آزادی بدهند، با ملت گفتگو کنن، ملت رو روی صحنه بیارن، همین ملت برای جنایت‌های صادر کرده، برای اشتباه صادر کرده، اینها را به دادگاه، به محکمه خواهد کشید، به زندان خواهد کشید و اینا از قدرت میروند و انصافا درست هم فکر میکنن. یعنی این نقطه ده آنها درست فکر میکنن که چون برای در یک جامعه آزاد، در یک جامعه پیشرفته برای اینها جای نیست، اینها حتما به دادگاه کشیده میشن. اما بهتر این است که خب یک جا یا فرار کنن یا بروند و نمیدونم حتی اگر خودشون به دادگاه هم کشیده شوند ملت رو از این بنبست رها کنن. اما متاسفانه چیکار کنیم که اینا هم خود، هم خانواده خود، هم آینده ملت رو به بنبست وارد میکنن و برای همین میگن که وقتی اون رسیده است که در یک سطح ملی باید فکر کرد، یک طرح ملی کشید و ملت رو از این برتر از این شما گپ درباره در سطح ملی گپ زدن رفت. با اندیشه شما این طرح چگونه باید باشد؟ حالا وقتی که گپ رفت یگان پیش ذهنیت داشته گستید؟ من بارها این را گفتم، حالا باز تکرار میکنم که وقتی اون رسیده است که ما تمام این بریرهایی که در بین خودمون وجود داشت باید برداریم. مثلا ما که هیچ وقت نداشتیم این را، من شخصا پیمان ملی تاجیکستان هیچ وقت در گفتگو رو برای هیچ کس نبسته بودیم، اما برخی ها فکر میکردن برای خود بریر موندن، برای خود درها رو بستن که میگن که ما با پیمان ملی تاجیکستان یا با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفتگو نمیکنیم. ما اگر که با حزب نهضت گفتگو کنیم یا با پیمان ملی تاجیکستان، پس ما هم گویا که با تروریستان نشستیم گفتگو کردیم. یک نفر خودش مهاجر است، پناهنده شده است، در خارج قرار دارد، خودش در چندین لیست‌های حکومتی هست، بازم تلاش میکند که با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا با پیمان ملی تاجیکستان رابطه آشکار نداشته باشد که مبادا باز در یگان لیست دیگر قرار نگیرد. از لیست دیگرش چی دیگر؟ یعنی همون لیست تروریستی و اکستریمیستی زیاد یگان چیزی از دست دادن داری؟ نمیدونم، شاید حکومتداران با اینها در پسی، نمیگم پسی پرده، در یک شکل در تماس هستند، میگن که خب میلش خودت حالا در خط هستی، گریزه هستی، اما در اینجا خب پدر و مادرت هست، مالکیتت هست، نمیدونم چیزی هست، اون خطی سرخ رو نگذار. همون کراسنه چرتا، کراسنه لینی همی است که با کبیری، با نهضت، با پیمان ملی تاجیکستان در گفتگو در این نباش. ما خب اینا رعایت میکنیم. شاید بعضیا در همین حالت هست، من نمیدونم، اما به خبر از آن که خب من مالکیت داشته باشم، تو مالکیت داشته باشی در تاجیکستان، با اون دسترسی نداشته باشی، در همین هجرت آب و ادا شوی، خاک شوی، از دنیا برای هم مالکیت از سری همت میماند و خب با کی لازم است همون دیگر؟ از اون بهتر نیست که سربلندانه با عزت در خارج زندگی کنی یا تلاش کنی که برگردی به داخل وطن؟ خب اگر همون مالکیتت نصیبت کرده باشد یا صاحبش میشوی یا از نو با صاحب مالکیت میشوی، حداقل صاحب وطن میشوی، در وطن با سر بلند زندگی میکنی. بنابراین من فکرم امید دارند که دیگرها کار میبرند، دیگرها مبارزه میبرند و توسط آنها به تاجیکستان برمیگردند. تا اون وقت باید با حکومت همکاری باید کرد، نه با اینها، با این نفرانی که بر ضد حکومت مبارزه میبرند. والا گفتم هر کس با یک دلیل خودش، یک کس با حکومت، یک کس آمده است از دست حکومت گریخته است، آمده است در اینجا پرونده پناهندگیش رو اگر ببینید بیاموزید، بعضی از ترجمان ها و بعضی از کارشناسان همین آلمانی هم میگن، یعنی در اونجا همش ضد حکومت است، اما بعدی که رفتارشون رو در شبکه ها و در رسانه ها ببینید، اینا نزدیکتر به حکومت و بیشتر ضد پیمان ملی تاجیکستان هستند و با این راه پیام میفرستند به حکومتداران که بله ما از دست شما فرار کردیم، یا که خب گفتیم در اینجا که ما از حکومت فرار کردیم، اما یادتان نرود که حتی اگر ما ضد شما هم باشیم، یادتان نرود که در مسائل استراتژی دورادور ما با شما نزدیکتر هستیم از اپوزیسیون دیده. و حتی من حالا این یک گروهش هست، یک گروه دیگر من خیلی برام تعجب آور و خنده آور بود که یکی از برادران مبارز وقتی گفتم که چرا شما
از تماس گرفتن با ما پرهیز میکنید. گفت که میدونید که شما در روی خط تروریستی هستید و ما در روی خط اکستریمیستی. ما یک زینه از شما سفیدتر هستیم و نمیخواهیم که سیاهتر شویم. یعنی واقعا این یک فاجعه است. این خنده آور است که یک نفر یعنی هم تقدیر هم نمیدونم هم قسمت، ولی فقط به خاطر یک نام، به خاطر یک ماده کودکس جنایی که یک تروریستی است، او فخر میکند که من هنوز به حد تروریست بودن نرسیدم. برعکس من میگم در همین شب و روز مثلا فخر، جای فخر اون است که شما در روی خط، شما نه اینکه تروریستی فخر نیست. هر کس که تروریستی واقعی هست، مثل همون تروریستای واقعی، مثل امام علی رحمان که یک تروریسم دولتی را راه اندازی کرده است، اینا تروریستی واقعی هستند و جای فخر نیست. اما کسانی که به تهمت در روی خط تروریستی شامل شدن، مثل نوالنی، مثل اپوزیسیون روسیه، مثل اپوزیسیون بلاروس، مثل اپوزیسیون تاجیکستان، پس این جای فخر است که پس شما مبارز واقعی هستید، مبارز رده اول هستید که شما را در روی خط تروریستی وارد کردن. و کی وارد کرده است؟ تروریستان واقعی مثل مقامات قدرتی جمهوری تاجیکستان. سوال همین طور است از چت یوتیوب گرفتم. مضمونش همین است که آیا مخالفین میتوانند با یک کشوری که در نزدیکی های تاجیکستان باشد متحد شوند؟ نه، ما ببینید با همه کسانی که در دنیا، چه در نزدیکی سرحد ما هست چه در دورتر هست، اونه که دوست ملت تاجیک است، اونه که دوست دولت تاجیکستان است، اونه که میخواهد تاجیکستان یک دولت در آینده پیشرفته آزاد باشد، ما متحد به معنای متحدی سیاسی نخواهیم بود، اما همکاری خواهیم کرد اگر این در چارچوب منفعت‌های دولتی و ملی ما باشد. و این طبیعی هم هست وقتی که جهان درک کند، بفهمد که حکومت جمهوری تاجیکستان دولت و ملت را به یک سمت نابودی برده ایستاده است و هستند در داخل این ملت نیروها، شخصیت‌هایی که آینده تاجیکستان را طرز می‌سازند که در اون یک دولت متمدن پیشرفته، در اون دولت باشد که ملت و هر یک انسان نابسته از دین، از نژاد، از زبانش خود را در نزد قانون و حکومت برابر احساس میکند، در داخل وطنش جای کار و جای درس و زندگی پیدا میکند و میخواهند با ما همکار و هم فکر باشند، ما را کمک کنند. چرا ما باید درها را بندیم؟ و این خیانت و جنایت میبود اگر یک نفر، یک انسان، یک دولت، یک سازمان در این برنامه خوب به ما کمک کردن خواهد و ما بگیم نه. بنابراین همین ما آماده همکاری با همه دوستان و با همه دوستان ملت و دولت تاجیکستان هستیم، و شرطی که خودی آنها یک دولت یا یک کشوری مثلا تروریستی نباشند، یک ضد ملت ما نباشند، ضد دولت ما نباشند. برای ما دولت ها و سازمان هایی که واقعا برنامه ضد دولتی و ضد ملی ما دارند، این خط قرمز است، خط سرخ است، هیچ گونه همکاری نمیکنیم. اما با کشورها، ملت ها، به خصوص با کشورهای همسایه همان که برای ملت ما خیرخواه هستند، حتما همکاری خواهیم کرد اگر این خواهش، این میل در اونها وجود داشته باشد. دو سوال به هم مانند. اولش رو میدهم، خوجه خارجی پیمان ملی تاجیکستان کدام کشور است؟ خوجه خارجی پیمان ملی تاجیکستان یک کشور است، تاجیکستان و ملت تاجیک. دیگر ما یگان خوجه خارجی نداریم و خود همین روند حادثه رفت حادثه نشان داد که برای اپوزیسیون تاجیک یگان خوجه خارجی نیست، بلکه هر خوجه خارجی که هست برای حکومت جمهوری تاجیکستان است. و همین حادثه هم نشان داد که حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد خوجه خارجیش حتی جرأتی دفاع از شهروند خودش را ندارد. ما که آزادانه، سربلندانه، با جسارت از ملت، مردم تاجیکستان، حتی از گمانبر شدگان به یک حادثه تروریستی هم دفاع کرده ایستادیم تا روزی که گناه او اثبات نشود. اما جمهوری تاجیکستان این جرأت را ندارد. از کی میترسد؟ از خوجه خارجی. رفت و یگان خوجه خارجی پیدا شد که
یعنی منفعت‌هایش را در تاجیکستان می‌بیند، اما با امام علی رحمان و منفعت‌هایش به اجرا نمی‌رسند، یعنی به دست نمی‌بیایند و جستجو می‌کند، پیدا می‌کند مخالفان حکومت امام علی رحمان را. و اگر گفت که من برای به سر قدرت آمدن مخالفین کمک میکنم، پیمان ملی تاجیکستان همکاری میکند؟ پیمان ملی تاجیکستان هیچ گونه خواجه خارجی را قبول ندارد، نه برای خودش، نه برای حکومت تاجیکستان، نه برای کشورمان، و هیچ گونه همکاری را با کسان، با دولت‌هایی که میخواهند کمک کنند و بعد از آن بهره سیاسی برند بر ضرر ملت تاجیک از حساب منفعت‌های ملت و دولت تاجیکستان، این را قبول نخواهد کرد. اما اگر هر کشوری، هر سازمان، هر طرف بخواهد که با ما کمک کند و ما را شریک برابری خودش بداند، در برنامه‌های استراتژی با ما همکاری کند، برای مثال اگر کشورهای منطقه به این باور باشند که حکومت امروزه جمهوری تاجیکستان این یک افراطگرا هست، تروریستی هست، تروریست‌زا هست، آینده این ملت و دولت به سمت تروریسم می رود، بخواهد با ما همکاری کند برای آنکه در تاجیکستان دیگر تروریسم نباشد، افراطگرایی نباشد و این به منفعت آنها هم باشد، به منفعت ملت تاجیک هم هست، به منفعت آنها هم خواهد بود. اگر در این مسئله با ما همکاری کنند، پس این همکاری دو طرفه هست، هم با فایده آنها هم با فایده ملت تاجیک. ما این گونه همکاری را قبول خواهیم کرد و این گونه همکاری را حتی پیشنهاد هم میکنیم. اما اگر اونا بخواهند که مثل امام علی رحمان یک حکومت دست نشان داده داشته باشند که او را با واسطه تانک و توپ بیارن یا با واسطه پول بیارن در قدرت بشینانند و ملت تاجیک را تارمار کرده باشند، همون طوری که پالکون کوچکوف کرد در سالهای 90، و بعد از او هر چیزی را که دلشون بخواهد طلب کنند و با آن برسند، این گونه فرمت، این گونه پیشنهادی همکاری را پیمان ملی تاجیکستان به هیچ وجه قبول نخواهد داشت. برعکس در این گونه حالت ما همین هجرت را اولاتر میدانیم از آنکه به سر قدرت بیاییم و دستنگری کدام یک کشور دیگر باشیم مثل که امام علی رحمان امروز هست. پس فرق چی میموند؟ ما از باران ملت از باران میگریزد و در ناودان میگویند افتید، از یک حکومت خواجه‌دار میگریزد، از یک حکومت ترسوی متهم جنایتکار میگریزد، میافتد به یک حکومتی که از او هیچ فرق ندارد. بنابراین ما از روز اول گفته ایستادیم که ما طرفدار همکاری با هم هستیم، اما با شرطی که تاجیکستان آینده را، حکومت آینده را شریک برابر خود بدانند و همکاری صادق و با وفا، ولی بدانند، آگاه باشند که ما در مد اول منفعت‌های دولت و ملت تاجیک را در مد اول خواهیم گذاشت. من برای چی این سوال رو دادم؟ این سوال مربوط موضوعی کشوده شده و همین هفته این است. چرا؟ حالا ببینید احوال تاجیکستان که گرفتار، یعنی دستنگری یک کشور خارجی است، به چه حال آمده رسیده است؟ حتی نمیتوند دهان باز کند، حتی نمیتوند یک صدای داشتگی باشد، یک صدای بلند کند. رفت و ملت به دستی مثلا گرفت مخالفین افتاد که این مخالفینش هم از این حکومت بدتر باشند، مثلا گرفت خواجه خارجی داشته باشند که با هر یک گفته او سرفرارد و آینده تاجیکستان نهایت بد می شود. و ببینید اینجا حکومت دایم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در سابق به دستنگری ایران بودن متهم میکرد و در آخر کی آمد عبدالله راهنما، کارشناس مسائل سیاسی و سیاست شناسی تاجیک، گفت که حالا مناسبت های بین تاجیکستان و ایران خیلی خوب شده است، تنها به همین شرط که اینها به شرطنامه به امضا رسانیدند که با مخالفان همدیگر همکاری نمیکنند. یعنی واقعا ایران خواجه خارجی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود، واقعا دستگیری میکرد، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دستنگری ایران بود و واقعا از چگونه شد که این بچه‌اش رو، یعنی دستنگرش رو ایران رها کرد و رو به جانب تاجیکستان آورد.
شما ببینید جمهوری اسلامی ایران در تجربهش اثبات کرد که از هر نیروی، از هر حزب، از هر طرف در جهان پشتیبانی کند اون را تا به آخر میبرد و تا به آخر میایستد و هیچ چیز پیش روی او را نمیگیرد. مثلا امریکا نمیتواند پیش روی رابطه ها و پشتیبانی آشکار و پنهان جمهوری اسلامی ایران از حزب و گروه های در منطقه خاورمیانه رو بگیرد. ایران از امریکا میترسد، نه از ناتو میترسد، نه از چین و روسیه میترسد، نه از ترکیه میترسد. از حزب الله، از حماس، از حوثیای یمن پشتیبانی کرده ایستاده است. از گروه های زیاد در عراق و سوریه، از حکومت سوریه پشتیبانی کرده ایستاده است، در صورتی که سوریه هست. پس ایران مگر از حکومت جمهوری تاجیکستان میترسید پیشتر که بیاد آشکار بگوید که بله من از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پشتیبانی میکنم؟ انیق که نمیترسید و امروز هم نمیترسد. پس این سفسطه ها و دروغ هایی که با پای جمهوری اسلامی ایران و نهضت اسلامی تاجیکستان میپیچاندن و میچسباندن فقط به خاطر آن بود که حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه مشکلات داخلی خود را در بیرون دیده است. همیشه یک دشمن خارجی وجود دارد برای حکومت تاجیکستان. یک زمان دشمن خارجی اسلام کریموف بود، ازبکستان بود، یک زمان بود که افغانستان شد، یک زمان بود جمهوری اسلامی ایران شد. اتفاقا وقتی که ازبکستان دشمن خارجی امام علی رحمان بود، از ایران، از جمهوری اسلامی ایران کمک درخواست میکرد و جمهوری اسلامی ایران در همون وقت اعلان کرده بود که اگر لازم شود برای حمایت تاجیکستان، سربازهای ایران در دوام چند ساعت در شهر دوشنبه خواهند بود. و چرا امام علی رحمان اون وقت نگفت که ایران از نهضت اسلامی تاجیکستان پشتیبانی میکند؟ و وقتی که جمهوری اسلامی ایران با خود اعتراف تحلیلگران حکومتی میگویند که سند رسمی را امضا کرده است که از هیچ نیروی اپوزیسیون تاجیکستان پشتیبانی نخواهد کرد، پس معنای آن را دارد که جمهوری اسلامی ایران این سیاستش بود، هست و میماند که در تاجیکستان هیچ وقت یک زمانی بود در جنگ شهروندی جمهوری اسلامی ایران نترسیده از نهضت اسلامی تاجیکستان پشتیبانی میکرد. ترس نه از روسیه داشت، نه از امام علی رحمان داشت. با سلاح، با پول، با لباس مهاجرین تاجیک را در افغانستان پشتیبانی میکرد تا مرحله صلح آمد. سازشنامه صلح را با کمک ایران و روسیه امضا کردند. از اون با وقت جمهوری اسلامی ایران اعلان کرد که طرف همکارش در تاجیکستان یک نفر هست، یک گروه هست، حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات رسمی جمهوری تاجیکستان. با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مثل که با حزب کمونیست، مثل که با حزب خلق دموکراتی، با قشر فرهنگی مناسبت میکرد. ما هم جزئی رسمی و قانونی جامعه تاجیکستان بودیم. با ما همکاری میکرد، با ما رفت آمد میکرد. ما میرفتیم میآمدیم همونطوری که حکومتی ها میرفتن میآمدن. و این با روسیه هم همین بود، با اروپا هم همین بود، با ایران هم همین بود. درست است که شاید بعضی ها بگن که چرا جمهوری اسلامی ایران بعد از آن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رسما ممنوع شد و من یک از کنفرانس های بلندپایه در تهران برگزار شده شرکت کردم. دوستان گرامی، من همیشه توی 10 سال اخیر در اون کنفرانس شرکت میکردم، سخنرانی میکردم و بودم. مسئولان این کنفرانس اتفاقا در همون شب و روز در تهران بودم. من بین ترکیه و تهران سفر داشتم، در ترکیه بودم. یک سفر برای عیادت بعض دوستان رفته بودم به تهران که با من این دعوتنامه از طریق ایمیل آمد که شما اون مسئولان کنفرانس اصلا خبرم نداشتن شاید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ممنوع شده است یا نشده است. این بیانگر آن است که تا کجا مسئولین جمهوری اسلامی ایران در فکر نهضت و در فکر تاجیکستان بودن که حتی بعضیش خبر نداشت که نهضت اسلامی تاجیکستان الکی در تاجیکستان ممنوع شده است. تمام دعوتنامه رسید. من که در تهران بودم رفتم شرکت کردم. در قطار همه دیگران با رهبر جمهوری اسلامی ایران یک سلام علیک کردیم و حال پرسی شد، مثل که از دیگر مهمانان هم حال پرسی شد و همین بود دیگر. ولی برای امام علی رحمان این یک شاک بود، ضربه حساب میشد برای آن که
او فکر میکرد که در پس این کار جمهوری اسلامی ایران هست و جمهوری اسلامی ایران مخصوص ما رو دعوت کرد و نشان داد به رحمان که من پشتیبانی از کبیری خواهم کرد. اما بعد دیدید که دیگر هیچ چیز مثل این نبود. دیگر حتی جمهوری اسلامی ایران آمد امضا کرد این سازشنامه رو که و خودشون اعتراف کردن. مثلا من بار اول شنیدم، تا حالا خبر نداشتم که سازشنامه بین دو دولت امضا شده است درباره پشتیبانی نکردن از مخالفین یکدیگر، ولی خود حکومتداران این را اعلان کردن. خب پس این واقعیت بوده است. پس امام علی رحمان آیا میاد از جمهوری اسلامی ایران عذرخواهی میکند که این همه وقت من از شما ما رو تنقید کردم و سیاه کردم و این فیلم های ساختم و کشوری با نامش به همه معلوم گفتم و حتی جرأت نام دولت رو هم گرفتن نمیکرد؟ ولی جمهوری اسلامی ایران اگر کمک کند، پشتیبانی کند، نه از تجربه نشان داد که از هیچ کس ترس ندارد. اگر همین روز هم بخواهد بکند از رحمان نخواهد ترسید، این کمکش رو میکند. ولی متاسفانه چیکار کنیم که اینجا هم دیگر منفعت های دولت هست، حکومت ها هست، سیاست هست که در ارزش ها، در قانون های اساسی، در شعارها یک چیز هست، متاسفانه این در تمام دنیا هست. در عمل میبینیم که از مستضعفین و مظلومین تاجیک، نه تنها جمهوری اسلامی ایران، در عموم جهان اسلام با شمول ترکیه و عربستان سعودی و پاکستان و حتی همین جمهوری امارت اسلامی افغانستان که تا دیروز جمهوری اسلامی بود و امروز امارت اسلامی هست و زیر شعار مبارزه علیه دشمنان اسلام به سر قدرت آمد، امروز اعلان میکند که من هیچ برنامه بیرون از خاک افغانستان ندارم. خب پس دیگر این افسانه ها را مانیم کنار. باید ملت تاجیک به این نتیجه برسد که نه تنها خواجه خارجی، حتی دوست خارجی ندارد که در این روزها کمکش کند. تنها تکیهگاهش پروردگار و خودش است. میان را باید محکم بست، نه به امید ترکیه و ایران و افغانستان و امریکا و روسیه شد، بلکه به امید خود، تکیه به نیروی خود، به عزم اراده خود، به همون کاوه آهنگر و پرچم ابو مسلم خراسانی و به همون واسع که علیه یک نظام دیکتاتوری ظالمی در همون هم دولت قانونی بود، امارت بخاری هم، اما ظلم که کرد واسع مجبور شد که دست به شورش و به اعتراض بزند. و تاریخ ملت تاجیک، چه تاریخ قبل از اسلامی است، چه تاریخ اسلامی است، چه تاریخ همین 200 سال آخرش، مالامال از مبارزه و از اعتراض به خاطر آزادی و به خاطر عدالت است. و اگر ما واقعا پیروان و نبیرگان همون ملت باشیم، باید هیچ گونه حکومت ظالم و دیکتاتوری را تحمل نکنیم. چه این حکومت از طرف خارجیان هست، چه این حکومت از داخل خودمان هست. پس این حکومت ظالم است، باید علیه اون قیام کرد. من نگاه کنید، تحلیلم در نهایت همین است. حالا دستی حکومت به هر جای مخالفین روان رسیده شده است. طول این 8 سالی که گذشت، سال نویم رفته شده است. مخالفین در ایران بودن، ایدهش رو بازگرداند و ایدهش حکومت ایران همونی که میگفتند خواجه خارجی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، مجبور کرد که مخالفین خاک ایران را ترک کنند. در ترکیه هم همین حادثه روی داد. اگر گفتیم با پانتورکیستی به اینها ما را گناهکار میکنند، در ترکیه هم همین حادثه شد. و حالا در اروپا هم حکومت جمهوری تاجیکستان با این رفتارهایش کوشش کرده شده است تا به حدی که مثلا مخالفین را بدنام کند و توانسته ایستاده است حتی همین مقامات اروپا را متقاعد کند و ایده را هم بازداشت کند و گرفته برد. در همین حالت تی آسیب پذیری که از هر سو یعنی ضربه ها وجود دارد، به جای مثلا اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و همین روزه پیمان ملی تاجیکستان هر حزب یا حرکت دیگری می بود، کایها پراکنده شده از بین می رفت. یعنی همین ایمونیتیتی همین حرکت پیمان ملی تاجیکستان
و تاب‌آوریش به این همه سختی ها در چی است؟ چی سبب است که همه این سختی ها را میتونه تحمل کند و از بین نرود، باز هم فعالیتش جنوک شود و باز هم دعوای این رو کند که به تاجیکستان حتما برمیگردد و این حکومت ظالم حتما سرنگون باید شود. ببینید وقتی که ما در داخل بودیم به همین سوال همیشه جواب میگفتیم که ما جزئی از این ملتیم، برآمده از بستر ملت هستیم، از دامن این ملت هستیم. فکرهای ما، برنامه‌های ما برگرفته از آرمان و از خواسته‌های این ملت هست، در مبنای ارزش‌های ملی و مذهبی ملتی تاجیک هست و این اندیشه، این گروه، این جریان هیچگاه از بین نخواهد رفت. ما را اگر میکشند، زندانی میکنند، سر میبرند، مهاجر میکنند، هیچ فایده ندارد. برای چی؟ برای آنکه ما جزئی از این ملت هستیم و ریشه ما در خاک این ملت است و هر درخت، هر بوته اگر ریشهش در خاک هست، در خاک نرم هست، اون فرق ندارد شما اون را شاخش رو میبرید، بدنش رو میبرید، اون باز سبز خواهد شد. این اندیشه ما فرق ندارد. یک روز در قالب معارف پروران بخارا هست، یک روز در قالب جدیدان بخارا هست، یک روز در قالب مبارزان ملت تاجیک برای آزادی و استقلالیت در سالهای 20 است علیه هجوم بلشویکا، یک روز دیگر در قالب حرکت ملی آزادی خواهی در سالهای 90 است، برای اون سالهای پرسترویکا که برای رسیدن به زبان ملت، برای استقلالیت ملت. یک وقت دیگر میبینید که در قالب حزب نهضت یا در قالب پیمان ملی تاجیکستان عمل میکنند. شاید بعد یک سال، 2 سال یا چند سال دیگر این قالب ظاهری عوض میشود، اما اون ماهیت باقی میماند. من به هیچ وجه طرفداری شخص شدگی در مسئله نام و قالب و نمود ظاهری نیستم. باید اون ماهیت را حفظ کرد. اون ماهیت باید ملی باشد، مردمی باشد و ریشه در ملت داشته باشد. سیر پایداری ما، سیر پویا بودن ما، سیر آن که ما هنوز هم پایبرجا هستیم، راه افتاده نمیشویم و مبارزه را دوام میدیم در همین است. اگر ما وابسته کدام خواجه خارجی می بودیم، ما از طرف کدام خارجی تأسیس شده می بودیم، همین حالت که الان است، خود حکومتی ها گفته ایستادن که جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، روسیه، امریکا، اروپا، دیگر هیچ کس با ما نیست. همه اینها تاجیکان را سپاریده ایستادن. آشکار گفته ایستادن که ما با حکومت جمهوری تاجیکستان همکاری میکنیم، نه با اپوزیسیا. ما باید منطقاً از روی منطق این حکومتداران ما باید از بین میرفتیم، نابود میشدیم. اما نه تنها از بین نرفتیم، بلکه روز به روز قوی‌تر شده ایستادیم، روز به روز استوارتر شده ایستادیم، روز به روز به ملت و مردممون نزدیکتر شده ایستادیم و به وطن نزدیکتر شده ایستادیم. این بیانگری آن است که این حرکت، این نیرو، این فکر ریشه در دامن و بستر فکری ارزشی ملت دارد. اما شوکت جان، در اینجا باید ما یک کمتر از انصاف دور نرویم. وقتی که درباره خارجی ها و رفتار خارجی ها، کشورهای خارجی با ما قضاوت میکنیم، ما بله واقعا هم امروز ما در تمام دنیا مشکلی داریم، اما برخی کشورها مثلا مثل جمهوری اسلامی ایران اعلان کردن که دیگر از اپوزیسیای تاجیکستان پشتیبانی نمیکنن، نخواهند کرد. اما ایران تا امروز یگانه کشوری هست در برابر افغانستان بعد از طالبان که شهروندان تاجیکستان را به خصوص اعضا و طرفداران نیروهای اپوزیسیونی را به حکومت تاجیکستان تسلیم نکرده است. جمهوری افغانستان در زمان اشرف غنی این کار را کرد، ترکیه این کار را کرد، روسیه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی کرد، حتی کشورهای اروپایی هم این کار را کردند. اما جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی این کار را تا هنوز نکردند و امیدوارم که این کار در آینده هم صورت نخواهد گرفت. بله با ما همکاری نمیکنن، متاسفانه شرایط را طرز میکنن که ما خاک آنها را ترک کنیم و این خیلی جای تاسف است. اما بعضا انسان به حد میرسد که به همون هم خدا را شکر میگوید و تلاش میکند که به اون حد نرسد که خدای نکرده باز همین دو کشوری که یکی خود را جمهوری اسلامی، دیگری خود را امارت اسلامی میداند، شهروندان ما را به دست حکومت ظالم نسپارند.
ما متاسفانه به این حد رسیدیم که به همینش هم راضی هستیم. اما چی کنیم که کشورهای دیگر مثل ترکیه، مثل بعضی کشورهای اروپایی و روسیه، کشورهای آسیای مرکزی خیلی از فرزندان مبارز این ملت رو سپاریدن. بنابراین همین من خواهش میکنم که در آینده هم خیلی باید دقیق باشیم، از انصاف نگذریم و ببینیم که دیگر کشورها با ما چه کار میکنن. هر کشور در این شب و روز دشوار از ملت تاجیک پشتیبانی کرد، ما را کمک کرد، بداند که دیر یا زود این ملت قدردانی خواهد کرد، میندار خواهد برد. اما هر کشور، هر گروه از این حکومت ظالم پشتیبانی کرد، به هر شکل، یا با اون همکاری کرد که نیروهای مبارز را زندانی کنند، یا همکاری کرد که نیروهای مبارز محدود باشند، پراکنده شوند، کشورشان را ترک کنند، یا پشتیبانی سیاسی و دیپلماتی و نظامی از این حکومت ظالم کرد، بداند که ملت تاجیک این را یک عمل ضد ملی میداند، ضد تاجیکی میداند و دیر یا زود در سیاست‌های بین دو ملت و دو دولت این یک نتیجه خود را نشان خواهد داد. من خیلی خواهش میکنم، خیلی دعوت میکنم از کشورهای دوست، از همسایه کشورها بخصوص، از اونهایی که بخصوص با ما باز رابطه های زبانی، فرهنگی، دینی دارن، همسایه کشور هستن، در این مسئله خیلی دوراندیش باشن، خیلی مناسبت های دوستانه و آینده دار دو ملت دو دولت را قربانی مناسبت های موقتی با این بین حکومت ها نکنن، قربانی این منفیت های خیلی هم کوتاه مدت از طرف این حکومت ظالم امام رحمان نکنن. ولی اگر کردن پس بدانن که این انتخابی آنها هست، سیاست آنها هست، ما این را قبول نخواهیم کرد. اما چون در سیاست بین المللی یک چیز را احترام به منفعت های کشورها میگن، ما احترام داریم به منفعت های این کشورها، اما در دراز مدت این را قبول نخواهیم کرد. استاد یک سوال آخران، رسانه ها خبر دادند که سلیمان دولتوف یک فعال سیاسی تاجیک که در لیتوا اقامت میکرد بازداشت شده است و آیا پیمان ملی تاجیکستان این را پیگیری کرده ایستاده است و او عضو پیمان ملی تاجیکستان بود نبود و جرمش چی باشد، با طلب تاجیکستان باشد یا اینکه خودی مقامات لیتوا او را بازداشت کردگی هستند بدون اینکه جانب تاجیکستان او را طلب کرده باشد؟ یعنی شما تا چند اندازه در این باره معلومات دارید؟ بله، متاسفانه این معلومات رو 2 روز پیش بود به فکر ما گرفتیم و البته سلیمان دولت فرو ما همچنین یک برادری مبارز میدونیم، هم یک تاجیک وطن دوست و ملت دوست میدونیم و واقعا یک انسان صمیمی، یک انسانی هست که یعنی کس میخواهد که اما تاجیکان رو چنین ببیند. بله، مثل اکثریت تاجیکان یک کمی برادری آشکارگو هست، احساساتی هم هست و متاسفانه، حالا من نمیدونم میرم متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم، یکی از ویژگی‌ها و صفات اکثریت مردم تاجیک است. ولی همین چیز هم گاه درد سر ما تاجیکان هم میشه، چی در داخل و چی در خارج. پیمان ملی تاجیکستان اگرچه برادر سلیمان هیچ وقت عضو نبود، از روز اول، از ساعت‌های اول پیگیری این قضیه هست. البته ما هم در چارچوب امکانات خودمون عمل میکنیم. ما بلافاصله یک نامه دادیم، به نامه نوشتیم به مقامات حکومت لیتوا و از تمام مکانیزم ها، امکاناتی که در اختیارمون داریم استفاده کرده ایستادیم که پیشرهی همه گونه عملهای غیر قانونی و ناعادلانه نسبت این برادر گرفته شود. دفتر پیمان ملی تاجیکستان در لیتوا شبانه روزی وارد کار هست. علاوه بعضی اعضایان شورای پیمان، شورای رهبری پیمان در لیتوا هستند، سفر کردند و ما تمام اون کارهایی که از دستمون میاد کردنی هستیم. برای چی؟ برای اینکه ما مطمئنیم، باور داریم که برادر سلیمان دولتوف هیچ گناهی ندارد، هیچ عیبی ندارد. یگانه عیب او این است که مبارز است، جسور هست و برای ملت و دولتش تلاش کرده است. اما شاید در اینجا از بی تجربگی است یا از هر چیزی هست، میتواند انسان بعضی اشتباه ها را از او سر بزند که ما باید این را دقیق کنیم و با تلاش کنیم از طریق وکیل ها،
جامعه شهروندی، رسانه‌ها، سازمان‌های دفاع از حقوق بشر تا اینکه پیش روی همه گونه استرداد رو بگیریم. من احتمال میتونم اینجا چند احتمال وجود دارد. احتمال اساسی این است که چون الان در همین شب و روز واقعا بعد از این حادثه ها نام تاجیک و تاجیکستانی در تمام دنیا زبانزد شد. تاجیک ها زیر ضربین قرار گرفتن. در همه کشورهای اروپایی هم اگرچه در اینجا عملهای غیر قانونی، خشونت خیلی به ندرت نسبت شهروند انسان رخ میدهد، اما بازم وجود دارد. در فرانسه، در آلمان، در تمام کشورهای اروپایی با با تاجیکان مهاجر صحبت کرده ایستادند، صحبت شده ایستاده است. همه تاجیکان را زیر رادار گرفتن، زیر نظارت گرفتن. فرق ندارد اون دیگر اعضای کدام حزب و سازمان هست یا نیست، به خصوص کسانی که باز اعضای این یا آن گروه‌های اپوزیسیونی هستند و در گفتارشون، در رفتارشون، در نمود ظاهریشون، در صحبت‌هایشون تابش یا آهنگ اسلامی وجود دارد. شما می‌دونید که برادر سلیمان دولتوف یکی از نه تنها فعالان سیاسی بلکه یکی از واعظان دینی هم هست. صحبت‌ها برآمدهای خیلی خوب و جذاب دینی هم داشت و خودش هم در نمود ظاهریش هم همچنین یک شخصیتی سراپا پایبند به ارزش‌های اسلامی است، از ریش و از طرز صحبت. و طبیعی است که این گونه افراد در رده اول قرار میگیرند تا اینکه مورد همه گونه شک و گمان‌ها قرار بگیرند. اضافه به این که من شک در این ندارم که حکومت جمهوری تاجیکستان بالای نه تنها سلیمان بلکه همه فعالان سیاسی تاجیک در اروپا پرونده ها فرستاده است. وقتی که این همه عامل ها جمع می شود در یک جا، دیگر برای دلخواه مقامات پلیس هر کشور اروپایی که خودشان میخوان هرچی بیشتر باز کارنمایی کنند و اصلا منطق پلیس در همه دنیا یک منطق است. یعنی وقتی که سپارش میگیرد که پیش روی افراطگرایی را بگیرد، اولین کسی که سراغش میروند همون کسانی هستند که اونها یا به نمود ظاهری یا در شبکه‌ها پیگیری کردند و یا حکومت‌ها برای اونها پرونده فرستادند. مثلا در فرانسه از دیگر همه تاجیکان، حتی کسانی که دیندار هم نیستند ولی شهروند تاجیکستان هستند، با اونها صحبت‌ها شده ایستاده است. اونها را هشدار می‌دهند. چرا؟ برای آن که خود رهبر فرانسه، پرزیدنت فرانسه ماکرون اعلام کرد که خطر عملیات‌های تروریستی در فرانسه خیلی بالاست. دیگه که این کشور میزبان بازی‌های المپی هست و خواهی نخواهی دیگر تاجیکان ما باید دانند، آماده باشند که کمترین رفتارشون مورد شبهه قرار میگیرد و اونها رو دعوت میکنند یا حتی ممکن است که حبس کنند و خیلی باید احتیاط کرد. و من فکر میکنم که برادر سلیمان قربانی این همه عامل ها شد. اما ببینید در همین شب و روز وظیفه ما دیگر این است که همه این عامل ها رو به نظر بگیریم، تمام نیروی خود رو صرف آن کنیم، با آن روان کنیم که هر کس چی کمکی کرده میتواند، کمک حقوقی، رسانه‌ای، معنوی، کمک خود را دریغ ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر خدای نکرده، حالا ما 10 نفر رو از روسیه از دست دادیم، از ترکیه از دست دادیم و از پولش و از دیگر کشورهای اروپایی هم، از آلمان هم عبدالله شمس‌الدین استرداد شد، چندین نفرهای دیگر هم استرداد شد. اگر نفر مثل سلیمان دولتوف به تاجیکستان استرداد شود، این واقعا یک آغاز یک روند بسیار بد و ضربه زننده به میان مبارزین تاجیک خواهد بود، چون دیگر در باز می شود. وقتی یک نفر فعال مثل سلیمان استرداد شود، این خطر به هر کدام ما و شما تهدید دارد. یعنی هر کدام دیگر را با تهمت می توانند پرونده بسازند و دیگر این حکومت‌های اروپایی هم از یک طرف زیر فشار انتخاب کننده خود قرار گرفتند. نیروهای راستگرای ضد مهاجر در انتخابات پیروز شده ایستادند. اینها طلب کرده ایستادند که حکومت‌ها هرچی بیشتر مهاجرین را به وطن‌های خود برگردانند، بفرستند، دیگر مهاجر قبول نکنند. حتی سیاستمدارانی که خیلی خوشبین بودند نسبت مهاجرین، اینا مجبور شده ایستادند برای اینکه در انتخابات آینده پیروز شوند، یک کمی سیاست‌های ضد مهاجر را پیش گرفتند. اینا سراغ کمترین دلیل هستند، کمترین بهانه هستند که مهاجر را بیرون کنند. این فرق ندارد این بهانه، این دلیل از طرف کی می آید؟ از طرف حکومت ها، از طرف کمبودی خودی همون انسان ها،
یا یکی در شبکه ها در یگان رسانه ها یگان حرف میگه یگان کار میکنه، اینا همه بهانه میشن، دیگر زیاد تحقیق نمیکنن و قرار رو قبول میکنند و میفرستن. برای من دعوت همین است که باید تمام کار رو کنیم که پیش روی این کار گرفته شود، به این برادر کمک کرده شود. دوم دعوت میکنم از تمام مهاجرین که احتیاط کنن در صحبت‌هایشون، در رفتارهایشون احتیاط کنن، زیاده روی نکنن. و بله در اینجا دموکراسی است، آزادی است، ولی همه گونه آزادی و دموکراسی باز یک مرز دارد. دموکراسی به معنای بی‌بندوباری نیست. وقتی که در این کشورها عملیات‌های تروریستی صورت میگیرد، بعد اینا رو ما بگیم که شما دموکرات هستید، که شما آزادی بیان دارید، که شما آزادی اندیشه دارید، که شما میگید ما مهاجر قبول میکنیم، پس اینجا دخورگی است، پس شما درویه هستید. نه، اینا دموکراسی دارن، آزادی دارن، ولی همزمان باز امنیت رو میخوان بی‌بندوباری نباشد. ما اینجا بین بی‌بندوباری و بین با گفت عرب ها فوضا میگویند، همون خاص، و بین آزادی و دموکراسی باید مرز بگذاریم. که متاسفانه بعضی ها خیلی اشتباه گرفتن، دموکراسی رو بی‌بندوباری میدونن، آزادی رو هر چی که دلت میخواهد و میفارد بکن و بگوی میفهمند. نه، این طور نیست. دموکراسی معنای قانون رو دارد. قانون همین دموکراسی است. قانون برای همه است. قانون را که رعایت نکردی، دلیل دادی، باعث شک و گمان شدی، پس از خودت گله‌مند شو، کسی دیگر نه. اما این صحبت ها در عموم برای همه مهاجرین است. به هیچ وجه به سلیمان دولت ربط ندارد، چون یک برادر بسیار با تجربه بود، آگاه بود، مستقل بود، هم در سیاست، هم در دیدگاهش و هم در تجارت و در فعالیتش، و کار خیرش به صدها به هزارها تاجیک در خارج داخل رسیده است. واقعا هم حیف است اگر ما کمترین امکان داشته باشیم و به این برادر کمک نکنیم، جای حیف است. تشکر زیاد استاد. برنامه ما به آخر رسید و البته وقتی که ما شما رو به برنامه دعوت کردیم شاید یک پیش ذهنیت داشتید و چی سوالی باشد که شما میخواستید جواب بگویید یا امید داشتید که اون سوال داده بشود و ما ندادیم و اون جواب گفتن میخواستید، اگر یک گفتنی داشته باشید بفرمایید. نه، من یگان سوال نداشتم که بی جواب مون، یعنی در خودم یگان سوال انتظار نداشتم که شما باید بپرسید، چون خب فکر میکنم که این صحبت اول و آخری ما نیست، باز صحبت خواهیم کرد و به این هم طول 2 ساعت صحبت داشتیم. ولی من بار دیگر در اینجا هم به شما هم به شنوندگان و بینندگان تشکر میگم. بار دیگر رمضان رو، عید آینده رو تبریک میگم و از خداوند منان برای همه شما، برای ملت عزیزم سربلندی رو تمنا دارم. خدا نگهبانتون باشد. تشکر، سلامت باشید. بسیار تشکر میکنیم چون از وقتی پرقیمت خود کرده با ما بودید. استاد سلامت و سربلند و پیروز باشید تا دیدار دیگر. خدا نگهبان. سلامت باشید. تماشابینان عزیز، همینجا صحبت ما به پایان خود میرسد. از یکایی که شما خواهش میکنم که پسند کنید، نظرتون را نویسید، این برنامه ما را به دیگران فرستانید و کسانی که آبونه نشده اید آبونه شوی را فراموش نکنید. حالا ما را 2500 نفر تماشا دارند. 90% برنامه های ما را بدون آبونه شدن تماشا میکنند. برای همین از شما خواهش میکنم که همینجا به کانال یوتیوبی پیمان لایف آبونه نشده خارج نشوید، پشیمان نخواهید شد و حتما ما سزاوار باوری شما کار خواهیم کرد، فعالیت خواهیم کرد و امید داریم که چیزهایی که میخواهید بشنوید و نشنیدید از ما خواهید شنید و عموما با دستگیری شما، با روح بلند کنی شما، ما امید داریم که به یکی از رسانه‌های تبدیل شما مبدل شویم. دوستان عزیز، پسند کنید، نظر نویسید، فرستید و آبونه شوید. سلامت و سربلند باشید. یکایک شما را به الله پاک میسپارم.
در پناه خدا باشید. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بار دیگر عیدتان مبارک. به خانه یکایک شما خداوند فیض و برکات آرد و تنجی، امانی، آسایشتگی حکم فرما باشد و وطن عزیزمان در امن و آسایشتگی باشد و خدا کند که یکدیگر را ببینیم. تا دیدار در وطن.